سلام علیرضا. سلام. خوبی سلطان؟ خیلی ممنون. من سلطان خودتی. متشکرم. همونطور که خودت میدونی و بچه‌هایی که دارن ویدیو رو میبینن، یک سری ویدیو داریم آماده میکنیم برای آشنایی دانش آموزا و بچه‌های کنکوری با رشته‌های مختلف دانشگاهی تا بتونن آگاهانه تر و با دید بازتری مسیر تحصیلی و شغلی خودشونو انتخاب بکنن. زمان ما خیلی کمتر از این ویدیوها بود و تا اینجای کار که فیدبک های خوبی گرفتیم. اگه دارید این ویدیو رو میبینید حتما برای دوستاتون بفرستید، چنل هم سابسکرایب کنید. امیدوارم که بهترینا براتون رقم بخوره. میتونید سوالاتتون رو توی کامنت ها هم بپرسید، من سعی میکنم برای علیرضا بگم پاسخ بده هر موقع تایم داشت. و اینکه توی چنل و گروه تلگرام هم میتونید عضو شید، اونجا هم با حالا بچهای دیگه صحبت کنید و مشورت بگیرید. علیرضا خودت رو معرفی میکنی؟ کجا بودی؟ چیکار میکردی؟ چی میخوندی؟ الان چیکار میکنی؟ من چیزی بگم قبل از اینکه حالا توضیح بدم خودم کیم اینا. حالا کلا من الان گفتی که مثلا برای آینده شغلی اینها خب شاید مشکلات مورد درد بخوره. ولی خب نکته اینه که بس ما هم حالا آنچنان مثلا بزرگ نیستیم. من فوق 24 سالم 23 سالم و احتمالاً با شمایی که این فیلم میبینید خود مخاطب بشید مثلا 5 سال فاصله داریم و خب مثلا احتمالاً اون کسی که الان 30 سالشه 40 سالشه میتونه بگه که آره مهندسی کامپیوتر چیه، میشه بگه که چه میدونم مهندسی نرم افزار چیه، شغلش چیه، پول داره نداره فلان. حالا من مثلا در حد به من در حرفای من در حد این که یکی که 5 گام جلوتر از من هست نگاه کنید، 5 سال جلوتر از من نگاه کنید. نگاه نکنید که من هر حرفی زدم هر چیزی گفتم حالا چه میدونم دیگه درست مطلق فلان. نه، من احتمالاً شاید 5 گام 5 سال جلوتر از شما و در همین حد میتونم کمکتون کنم و این نکته گفتم الان چی بگم. مرسی. نکته خوبی بود، ولی داستان اینه که من مثلا با بچه‌هایی که حالا سنشون به مراتب بالاتر سعی کردم صحبت کنم، اونا شرایط مثلا 10 سال پیش خب خیلی فرق می‌کرده. کسی که فارغ التحصیل شده احتمالاً خیلی سریعتر جابشو گرفته، الان یه زندگی خوبی داره و به یه سری چیزا ذهنشون بایاس بود. سعی کردیم حالا بچه‌هایی که سال آخر دانشگاهن یا حالا فارغ التحصیل شدن ارشد دارن میخونن که یکم واقع گرایانه تر نگاه کنیم. و خب خوبی چنل ما اینه که تمام رشته‌ها داریم ویدیو میگیریم، یعنی اینجوری نیست که یا مثلا بیایم 10 تا ویدیو کامپیوتر بگیریم، مهندسی کامپیوتر و بخوایم یه وقت سوگیری ایجاد کنیم. ولی با این حال دمت گرم اینو گفتی. خب حالا من خودم معرفی کنم. من سید علیرضا هاشمی هستم، 23 ساله و نیم، از اصفهان. خب دیگه چی بگم؟ آقا نزدیکی با منم شهر کردی ام. 100 کیلومتر فاصله. خب بعد الانم ترم 2 ارشد مهندسی نرم افزار در دانشگاه شریف و کارشناسیم هم همینجا بودم. از آخر نمونم. بعد الان نرم افزارم، قبلش اونجا کامپیوتر بودم، مهندس کامپیوتر. 97 کنکور دادم، همون موقع با دانشگاه شدم. رتبه کنکورم باید بگم دیگه نه؟ اگه دوست داری بگو. آره حالا حالا بعد میاد. بعد آره کامپیوتر شکست نفسی کردی اسم میکنم. آره 61 منطقه 1 به 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 به. بعد میادم عقب در دوران دانش آموزی دبیرستان المپیادی بودم در کامپیوتر و اونجا یک مدال برنز المپیک کشوری داریم. بعد برمیادیم عقب راهنمایی، اونجا هم مثلا دبیرستان اژه‌ای اصفهان و هیچ دیگه. در قبلش هم یه مدرسه نیکان دانش بود در استانبول. مهد کودک لاله‌های انقلاب هم بودیم. آره نه ادامه نده. مرسی. ببین من یه دانش آموزم که تازه کنکور دادم، میخوام انتخابش کنم، دارم تحقیق میکنم که برام چی بخونم. الان میام با شما که دانشجوی مهندسی کامپیوتری صحبت کنم و احتمالاً دانشجوی خوبی هم هستی چون جای خوبی داری درس میخونی، رتبه خوبی هم داشتی. چجوری مهندسی کامپیوتر برای من چجوری تعریف میکنی، باز میکنی؟ البته حالا ما جلوتر در مورد خود چارت درسی، بازار کار اینا سعی میکنیم دیتیل بشیم، ولی حالا خیلی جنرال بخوای بگی فضای رشته چجوریه، فضای دانشگاه چجوریه، آره اینو باز کن برام. اول اصلا خب با فضای رشته مثلا مهندسی کامپیوتر چیه تو کارشناسی؟ یعنی الان شما فرض کنکور دادین میخواید بیاید مهندسی کامپیوتر چیه اصلا بدون رشته؟ اینا یکم بگم یه مهندسی کامپیوتر داریم، علوم کامپیوتر. خب این خیلی سوالیه که میپرسن فرقشون چیه و اینها. این هم یکم توضیح بدم. فرق تو زنم بود اینو کی ازت بپرسم خودت اشاره کردی. ایوه
خب بعد حالا در این دوگانه مهندس کامپیوتر علوم کامپیوتر یه مهندس برق هم داریم، اینا هم شبیه هم سه تا رشته به هم از نظر من. حالا یکم توضیح بدم. این کلا کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، اصلا مهندسی مهندسی چیه؟ تو دانشگاه که میاید یک سری رشته دارید، مثلا مهندسی، یک سری رشته دارید علوم پایه. بعد مهندسی چیه؟ کلا خب عملی تره، مهندس از باچارتره، فنی تره، فلان دل کار مسئله حل میکنه، چون مسئله یعنی واقعی حل میکنه. از اون ور اینا سری ویژگی رو کدی. از اون ور علوم پایه یا شاید لب علم ترن، خیلی تئوریک ترن، مثلا علم، یعنی کلا علم تا به ساحت عمل برسه شاید ادبیات. اون پایه علم، یعنی بیشتر با مثلا تئوری اینا سر کار دارن. شاید از اون مهندسا آچار دسته رو، چون نه مسئله صنعت تو کار رو جدی رفتاره. بعد حالا این مهندسی کامپیوتر چیه؟ خب احتمالاً مهندس کامپیوتر اون مهندسی که از کامپیوتر استفاده میکنه برای حل مسئله هاش. و کامپیوتر اینجوری نیست که فقط مثلا شما الان یه 4 تا پاورپوینت و ورد و اسکایپ و تلگرام و اینا ازش می‌بینید، ولی پشت همه اینها هزار مسئله مفهوم یه چی واقعا چالش وجود داره که باید حل بشه و مهندس کامپیوتر اینجاست این مسئله‌هایی که وجود داره حل کنه. حتی خب مهندس کامپیوتر یه بخشیش تئوری هم داره، یعنی مثلا یعنی طیف داره عملا، یعنی صفر و یکی نیست، مثلا یه طیفیه اینجا که خب آقا این وجه مثلا علوم کامپیوتر، این وجه مثلا مهندس کامپیوتر. بعد مهندس کامپیوتر یه بخشی هم تئوری تر هم داره دیگه، میخوام تیم ازش بگیریم. اینجوری نیست که کامل مثلا عملی باشه، ابزاری باشه، اونورم کامل تئوری. یه طیفه بیشتر مهندس کامپیوتر صنعتی تره، اون کامپیوتر بیشتر تئوری تره. حالا بعد میخوام که مثلا توضیح بدم چی کارا میکنیم. مثلا بیام بگم ارشدش چیه نیست. اگه بگم ارشد مهندس کامپیوتر به کجا ختم میشه شاید راحت‌تر. اگه دوست داشتی خود درس‌ها و گرایش‌ها تو کارشناسی هم، حتی حالا گرایش رسمی که فکر کنم نداریم، من زمینه که با تجربه دروس اختیاری میگه این فلانی گرایشش اینه، اگه دوست داشتی از اینجا هم شروع کنی میتونی، حالا با تجربه سلام میده. حالا این نکته خوبیه که کلا تو دانشگاه به دانشگاه فرق می‌کنه. ممکنه بعضی از دانشگاه‌ها گرایش تعیین کنن تو کارشناسیشون، ولی شریف اینجوری نبود. شریف اینجوری بود که تو کلا 4 سال مهندس کامپیوتر می‌خونی، نه گرایشی داره نه هیچ چیز خاصی علل حساب فعلا. بعد توی ارشد حالا تو میتونی یک سری از گرایش‌ها رو بری. حالا اینا رو بگم شاید بهتر باشه. بعد کارشناسی میگم درس‌های مرتبطش چی. گرایش‌های ارشد چیه مثلا؟ یعنی تو الان فرض کن کامپیوتر خوندی، مهندس کامپیوتر خوندی، اون کاری ارشد. مثلا یه هوش مصنوعی داریم، خب احتمالاً چندین که معروف‌تر هوش مصنوعی. یک مهندسی نرم افزار داریم، الان من مهندسی نرم افزار می‌خونم. یه سخت افزار داریم، مثلا سخت افزار یا یه اسم دیگه نمیدونم حالا، ولی یه چیز داریم فاز سخت افزار. یه شبکه داریم، مثلا یه سیستم عامل داریم، نه سیستم بهش میگن، یه الگوریتم داریم، یه شاید من اسمش هم درست نگم ولی خب فضاشو میگم کلیتش. یه بیو انفورماتیک داریم، حجاب زیست مثلا. یه چی داریم، یه اینا داریم دیگه. حالا بعد ببین الان تهش اون میشه. خب پس احتمالاً تو توی کارشناسی یه سری درسایی میخونی که یه مثلا مزه از اون ارشدا بچشی. خب یعنی احتمالاً همه کارشناسی جاییه که تو میای یک مزه میششی، یک یعنی اسمش روشه کارشناسی. آقا میخوام مثلا کار چیه، یعنی اینجوری نیست که مثلا تو در یک زمینه عمیق شی مثلا بفهمی که ته این چیه، نه، اون برای تحصیلات تکمیلی، یعنی اسمش روشه تحصیلات تکمیلی. اونجا قرار تکمیل کنیم دانشگاه و تو کارشناسی تو قراره بشناسی بیشتر. حالا بعد توی کارشناسی خب الان این چند تا گرایش گفتم که مال ارشده. تو توی کارشناسی این گرایش‌ها مثلا یه مزه ازش میشه، دو تا درس باش پاس می‌کنی، مجبوری برداری که بفهمی چیه، بعد یه سری حال درسای تخصصی هم برمی‌داری خدا. بعد خب کلیت هم تو کارشناسی تو قراره این گرایش‌ها رو یه مزه ازش بچشی. حالا بریم سراغ این که این گرایش‌ها چی هستن. آره میتونی هر جور راحتی پیش برو. چی میگم هر جور راحتی پیش برو. اوکی. خب آره. پس در کل الان اینجوری شد یه سری گرایش تو ارشد داریم، بعد تو توی کارشناسی اونا رو قراره بچشی چیه. حالا بریم سراغ این که
بذار رو از اون چارت بگم. این مثلا ویکی میشه اون دانشنامه که دانشگاه کامپیوتر داره و توش در مورد درس ها و در مورد چارت اینو توضیح داده. مثلا من برم توی برنامه درسی، خب داره که آقا مقطع کارشناسی 4 ساله، این درس رو باید پاس کنید، حالا میریم توش ببینیم چیه. مقطع ارشد این گرایش هاست، حالا مثلا در مسار معماری معماری، هوش مصنوعی، الگوریتم، شبکه، دانش امن، حالا یعنی سیستم و اینا، بیوانفورماتیک، علوم داده. دکترام داره که مثلا من زیاد دکتراش کار ندارم، بلد نیستم. حالا ارشدش این چیزاست، این گرایش هست، تو کارشناسی همین هست. حالا فعلا بریم سراغ کارشناسی ببینیم چه درسی داره، چی کارا میکنه توش. خب حالا این با سال 95 درسی شده. اینجوری که کلا دانشگاه که میاید، حالا هر رشته‌ای که بیاید، یه سری درس عمومی دارید که مهارت‌های این چی درس عمومی؟ یه سری مهارت‌های انسان بودن توش یاد میگیرید. خب یعنی انسان، این نکته مهمیه، انسان علاوه بر اینکه مهندس باید باشه، باید انسان هم باشه دیگه. به نظر من درس‌های عمومی کارش اینه که آقا تو انسان خوبی باشی، یعنی بفهمی که زندگی جوانب دیگه هم داره جز درس، مثلا زندگی ابعاد دیگه هم داره. حالا غلظت درس معارفش زیاده، ولی خب مثلا ورزش و چه می‌دونم دانش خانواده جمعیت و چه می‌دونم زبان خارجی و ادبیات واقعا تو آدم ادبی نباشی، مثلا ذوق نداشته باشی، اینا خب در این تو اگه همش آدم نباشی، حالا مهندس مثلا معدل هم 20 باشه در نمی‌کنه. خب به نظر من خب خدای مثل درس عمومی که داری 20 فایده هست، در طول 8 سال بعد پاس کنی. حالا یه درس پایه دارید. پایه ها چی هم؟ پایه ها اون مهارت های پایه‌ای که مهندس رو تشکیل میدن، مثلا ریاضی 1 ریاضی 2 فیزیک، حتی تو کامپیوتر فیزیک هم دارید. خب جالبیه که بعد معادلات دارید، ببینید چیه، انتگرال میشه. واقعا برای مهندس مهمه که اینا بلد باشه، خوبه بلد باشه، نمیگم مهمه، خوبه کلا بهش دید میده که چی کار باید بکنید. مثلا چه می‌دونم کارگاه عمومی دارید، میرید سوهان چوب می‌کشید، میرید سوهان می‌کشید، میرید فلز خم می‌کنید، چیزای جالبی، برق سیم کشی می‌کنید. مثلا فرضاً 4 روز دیگه لامپ خودتون شکست، بعد چیکار کنید؟ بلد آدم بتونید باشید و کاری بکنید. نمیدونم. حالا یاد دارید بعد مبانی برنامه‌سازی دارید. این چیه؟ این حالا مبانی برنامه‌نویسی رو بهتون میگن و آمار احتمال هم که اسمش روش آمار یه جورایی جنس علم داده است، تو مبانی آمار رو مثلا درس جالبی. بعد اینا کلا خب میشه درس پایه. حالا بیایم پایین. این درس پایه بود اینجا. حالا تو درس اصلیتون چیه؟ یعنی برگردم به این بالا 25 درس پایه دارید، 25 واحدات. توجه کنید که واحدات 25 درس نیستن، مثلا درساتون 3 واحدیه، مثلا چه میگم درساتون 4 واحدیه، مثلا ریاضی 2 4 واحدیه، ریاضی 1 4 واحدیه، مثلا درس مبانی 3 واحدیه، آزمایشگاه 1 واحدیه. این پس واحدات به معنی درس نیستن. خب حالا درس اصلیتون چیه؟ یعنی شما در مهندسی کامپیوتر در شریف شما اینم بگم که کلا دانشگاه فرق داره، درس‌ها اسمشون فرق داره، بعضن کلیت هم یکیه ولی اسم ایناشون در جزئیات فرق داره. حالا سراغ درس اصلی من توضیح میدم کلا رو هر اسمم تقریبا مشخص که چی میخوام بگم. حالا با توضیحات من شاید کامل‌تر بشه. خب خیلی من همش توضیح نمیدم، بعضیاشو همینجوری گذری میگم. خب از اول شروع می‌کنیم. آقا نمیگم این به نظرم درس جالبیه. کارگاه کامپیوتر چیه؟ شما اگه نگران این هستین که مثلا نکنه من هیچ کامپیوتر بلد نیستم یا مهندس کامپیوتر ضایع بشن بقیه بلد باشن چیکار کنن، این درس پاسخی به این نیازه. شما در این درس با این اول از همه با روشن کردن کامپیوتر آشنا میشید. آخه من کامپیوتر رو روشنش کنم، دکمه‌اش کجاست، چیکار باید بکنم، مثلا مانیتور چیه، کیس چیه فلان. و این درس بعد از پایه صفر میشه میاد بالا. و شما در این درس نگران این با توجه به این درس نباید نگران باشین که
من بلد نیستم چیکار کنم محمد. خب مثلا این کار کامپیوتر درس پایه‌ایه که یه واحده، میاد میتونه میزنش خیلی هم خوش میزنه، مثلا توش تایپ یاد میگیرید، سرعت تایپ مثلا باید زیاد بشه، خودم تایپ دهنی داشتم. خب بعد اینم کلا بگم یه سری رابطه پیش نیازی اینا وجود داره. مثلا چی؟ مثلا آقا شما میخواید برنامه‌نویسی پیشرفته برداری، باید قبلش مبانی برنامه‌نویسی پاس کرده باشید. حالا به اینم توجه کنید جلو. حالا یکم توضیح بدم رو همین درس‌ها روش کلیک کنید میتونید جزئیاتش هم بخونید و اینها. بعد خب من دیگه نمیخوام جزئیاتش بدم. آره من لینکشو میذارم با دیتیلش بعد ببینن. آره بچه‌ها خودش می‌تونن. بعد خب مثلا ببین الان ساختمان گسسته شما یک ست توضیح بدم. شما توی کامپیوترتون احتمالاً می‌خواید یه سری داده ذخیره کنید، یعنی خب مثلا بیتوینا همش که کنار هم مثل ساختار نیستن که شما صفر کات نمیگم، یعنی داده‌هاتون بی ساختار نیستن کنار هم. من شما مثلا باید نارچون مثلا توی یک لیستی، توی یک درختی، توی یک فلانی ذخیره کنید. ساختمان گسسته چیکار می‌کنه؟ میاد میگه آقا شما می‌خواید این داده‌هایی که صفر یکی هم گسستن رو ذخیره کنید، چیکار باید بکنید؟ مثلا یه سری داده ساختار بهتون میگه، مثلا درس الگوریتمیه بیشتر و احتمالاً المپیادیا با این درس آشنان، چون تو المپیاد می‌فهمه بود. و چی ببینید توش چی داشت. اوکیه این درس اول من بعضا توش میرم چون درسای شاید شهود دهندگی و خب بقیه‌شو دیگه نمیرم. مثلا چونم این همون درس اگه تو دبیرستان چی داشتیم، یه درس داشتیم که اینا توش بود، مثلا استقلال توش بود، همون ریاضی گسسته نبود؟ آره گسسته بود. این هم اسمش ساختمان گسسته. این کار همون فضاست دیگه، یعنی شما که منطق یاد میگیرید، نظری مجموعه یاد میگیرید، نظری اعداد و این تقریبا پایه‌ای مثلا گراف یاد میگیرید، این درخت یاد میگیرید، البته بازیاش یاد میگیرید. این درس میشه پایه، حالا یه جورایی ترم 2 هم برش میذارید که کنن این شما پایه اون مفهوم منطق الگوریتم کامپیوتر فکر کردن. حالا بعد میاد مثلا درس مهندسی پیشرفته یا AP ادوانس پروگرامینگ. توی این درس چیکار میکنید؟ واقعا توی این درس میاد یک پروژه نسبتا سخت برنامه‌نویسی میزنید با کمک زبان جاوا و توش مفاهیم برنامه‌نویسی یاد میگیرید. یعنی مثلا این درس الگوریتمی بود، بیشتر مثلا گرایش الگوریتم شد شاید. حالا این درس مثلا گرایش شد نرم افزار بشه، یعنی هر درسی انگار یه تهش به یک چیزی ختم میشه گرایش. حالا مثلا مدار منطقی چیه؟ مدار منطقی اسمش انگار معلومه، مدار فاز سخت افزار نداره دیگه. مدار مثلا شما کامپیوتری که دارین مثلا یه لایه سخت افزار داره پایینش، یه لایه مثلا سیستم عامل داره روش، یه لایه نرم افزار داره بالاترش. بعد حالا این کامپیوتر میخواد با بقیه کامپیوتر ارتباط بگیره، از طریق شبکه ارتباط میگیره. بعد ببین انگار این لایه‌ها و مثلا شبکه و این هر کدوم گرایشه، مثلا سخت افزار گرایشه، سیستم عامل گرایشه، نرم افزار گرایشه، بعد شبکه گرایشه. حالا نرم افزار مختلف داریم، مثلا هوش مصنوعی داریم گرایشه، چون اینفورماتیک داریم فلان. حالا این مدار منطقی میاد سخت افزار اون مفاهیم پایه‌ای صفر و یک و بیت و اند و رو اینا رو میگه. بعد حالا آزش هم همین چیزا رو عملی انجام میدید، سیم کشی میکنید، فلان میکنید. یکم فاز برق هم داره. یکم اولش گفتم برق داریم و مهندسی کامپیوتر، این خاطره که درس کامپیوتری با برق هم مشترکن مثلا، یعنی مشترکن مفاهیمشون یکیه. حالا مثلا دوباره اینجا ساختمان داده دو درس الگوریتمیه، پیش دادش هم معلوم ساختمان اساسی. بعد اینجا درسی داریم مبانی مدار الکتریکی و الکترونیکی، دوباره انگار درس برقیه و مبانی الکتریک، چجوری مثلا ترانزیستور چیه، دیود چیه، فلان چیه، مدار میکشیم، حل میکنیم، مثلا انتگرال میگیریم، دیفرانسیل میگیریم، فلان مثلا. این چیه ساختار زبان کامپیوتر میاد تو فاز سخت افزار بازم. یعنی اینجوری بگم که یه فرقی هست بین قطعات الکترونیکی کامپیوتر و حالا استفاده از اون قطعات. خب مثلا توی ساختار زبان کامپیوتر میاد چیکار میکنید؟ میاد مثلا زبان اسمبلی یاد میگیرید، فکر کنم چون اسمبلی یاد میگرفتیم. حالا و اسمبلی چیه؟ یعنی شما این سه تا لایه که گفتم، لایه سخت افزار، سیستم عامل، نرم افزار. بعد حالا بین این دو تا مثلا سیستم عامل میخواد با سخت افزار حرف بزنه، باید مثلا یه سری
باز یه طیفیه دیگه. بعد این وسط اینجا یه اسمبلی کار برده میشه، یعنی مثلا سیستم عاملی سری دستور کار میکنه، سیستم کار میکنه، بعد این سیستم کالا مثلا توسط سخت افزارها تعریف شدن مثلا. بعد اسمبلی هم زبانی که یادم نمیاد. خب کلا این لایه‌های پایینه میخوام بگم شروع بدم. مثلا اسمبلی هم دیدین، اسمبلی یک زبان خیلی مثلا چه میدونم مقدار این متغیر به اسم متغیر، مقدار چه میدونم این رو در این ضرب کن، خط بعد مقدار اینو با این جمع کن، مقدار این چه میدونم ثبات رو با اون فلان کن. خیلی زبان سطح پایینیه و تمام مثلا شما پایتون کد میزنید احتمالاً تهش ترجمه میشه به اسمبلی. بعد اسمبلی مثلا اون سخت افزار میفهمه. خب مثلا این دوباره زبان خیلی سطح پایینیه، یعنی اون لایه‌های پایین‌تر داره کار میکنه. حالا این زبان تخصیص کامپیوتر چیه؟ پیشنهادش زبان خارجیه. حالا خب شما تاش خود مهندس بشین باید زبان بلد باشین. بعد تو این زبان تخصصی یک سری اصطلاحات تخصصی کامپیوتر یاد میگیرید، چیزایی که مختص این رشته یاد میگیرید و همین دیگه. پس تا اینجا من درسی که گفتم مثلا فاز الگوریتم داشتن، فاز مثلا مدار و چه میدونم مثلا اون دایره سخت افزاری داشتن، فاز مثلا یعنی یکم از اون دایره سخت افزاری بالاتر داشتن، مثلا چجوری با اون دایره سخت افزار حرف بزنیم، ساختار زبان کامپیوتر. فاز پروژه نرم افزار نویسی داشتن، اینجا برنامه‌نویسی پیشرفته. شما تو این کد میزنید، جاوا کد میزنید، مثلا خیلی پروژه میسازید. پس انگار تا اینجای کار مثلا تا این 8 درس اول من یک مثلا لمسی از اون گرایش‌های ارشدی داشتم. حالا که من جلوتر درس‌های بیشتری هم میاد. مثلا چی الان مثلا طراحی سیستم‌های دیجیتال DSD دیجیتال سیستم دیزاین، این چیه؟ شما مثالش مثلا بخوام بگم دقیق کنم یادم نیست درس چی بود بعد مثلا شما فرض کنید که مثلا حال هواشو بگم، مثلا شما فرض کنید که IoT رو احتمالاً شنیدید، میگن اشیا شنیدید؟ احتمالاً شنیدم. همین که یخچال و سیستم برق خونه، این مثال خیلی سطحیش مثلا مثلا چه میدونم شما یخچال خونه‌تون مثلا از دور کنترل کنید، گاز خاموش کنید، فلان کنید. مثلا چه میدونم مثلا تو سیستم‌های حمل و نقل ریل قطار خودکار مثلا تنظیم میشن، چه میدونم یه نخالی سوزن بمب عوض کنه، چه میدونم مثلا فلان نیروگاه هسته‌ای اگه به درجه فلان رسید مثلا خاموش کنه بعد چیزو مثلا کارای از این چیزا. احتمالاً این چیزایی که الان من گفتم جنسش سیستم‌های دیجیتال دیگه، یکم با نرم افزار فرق داره. یعنی یکم مثلا شما اون یخچال رو مثلا یخچال تا چیزی پشتش داره دیگه، یعنی یک نرم افزار پشتش داره، ولی خب جنس اون نرم افزار با جنس این نرم افزاری که شما اینجا می‌سازین تو این درس فرق داره. یعنی یه سری نرم افزار داریم که واقعا کاربردی، یعنی مثلا کاربر میشه پشتشون همین اسکایپ کردن ما داریم حرف می‌زنیم، همین موبایلی که داریم حرف می‌زنیم واقعا کاربر داره ازش مستقیم استفاده می‌کنه. ولی خب مثلا اون چیزی که یخچال رو نگه می‌داره، مثلا دماش تنظیم می‌کنه، خاموش می‌کنه، چون موتورش روشن می‌کنه، این بازم اونم یه سیستمیه که انقدی مثلا روی آردوینو مثلا اجرا میشه، چه می‌دونم مثلا روی رزبری اجرا میشه، مثلا انقدی کامپیوتر نرم افزار عادی نیست که همه جا اجرا شه، حالت خاص داره. بعد یکم مثلا دقیق‌تر بهش توجه کرد، مثلا یکم ظریف‌تر طراحیش. این چیزا رو تو این درس یاد می‌گیرید توی طراحی سیستم دیجیتال و خب درس جلوتری هم داره. فکر کنم درش کافیه. حالا آزش چیه؟ کلا آز هر درسی میرید اون درس عملی یاد می‌گیرید، واقعا سیم کشی می‌کنید، مدار طراحی می‌کنید، فلان می‌کنید، اجرا می‌کنید، شبیه ساز می‌کنید. حالا معماری کامپیوتر چیه؟ همون ساختار زبان عمیق‌تره، یعنی شما واقعا اصلا اسم معماری میشنوید یاد خونه و ساختمون میافتید، ولی واقعا یک کامپیوتر هم معماری داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون سخت افزاری که اون زیره، چون مثلا همین یک مادر بورد در نظر بگیرید، چون سی پی یو هر چی اینا واقعا چجوری با هم در ارتباطن. یه سی پی یو دارید، چند تا منبع تغذیه دارید، چون مثلا
یه رمی دارید یه حافظه‌ای دارید، یه حافظه مثلا SSD دارید، HD دارید، فلان دارید، چجوری ما در ارتباط باشن، الگوریتم ارتباطشون چیه. خیلی مموری کامپیوتر در سطح مثلا CPU چون این هاست و واقعا طراحی همچین چیز، طراحی مثلا طراحی CPU، طراحی کش، طراحی چون میدونم اینها واقعا در این درس گفته میشه. و این درس هم مثلا تو ارشد میشه گفت همون چه درسی بود، چه گرایشی بود. خب دارم پوین میگم تو بگم. نه عالی. خب پس تا اینجای کار دیدیم انگار این مهندسی کامپیوتر یک فعلا هم یک ترکیبی از همه این گرایش‌ها، از همه این درسایی بود که تو ارشد خواهیم داشت، در آینده خواهیم داشت. و خب اینا رو الان اینجا یاد میگیرید، باشون دست و پنجه درد میکنید تا بفهمید تو ارشد مثلا دقیقاً میخواید چیکار کنید، یا حتی اصلا تو ارشد نخواهید کامپیوتر بخونید. حالا یکم الان اینجا درس‌ها یکم شاید جذاب‌تر بشه، یعنی مثلا شاید سخت افزار چیز خیلی ملموس برامون نباشه. اونم واقعا قشنگه، واقعا سخت افزارم قشنگه، ولی خب کمتر ملموس بوده برامون. مثلا در عوضش هوش مصنوعی خیلی انگار درس، یعنی در عدد اسمش رو شنیدیم. خب هوش مصنوعی هم خودش خیلی درس ریاضیه، یعنی برخلاف اسمش شما باید مثلا چه می‌دونم مفاهیم ریاضی بلد باشید، انتگرال بگیرید، اگه درست یادم باشه ریاضی پایتون باید قوی باشه. مهمه این چیزا، مثلا آمار احتمال باید بلد باشین، مثلا کلا هوش مصنوعی بر اساس داده و آمار و این چیزاست. حالا بیاید بخونید باید میگید هوش مصنوعی واقعا با رباتیک فرق داره. بگم فکر نکنید رباتیک با هوش مصنوعی یکی. رباتیک تو رباتیک از هوش مصنوعی استفاده میشه، ولی رباتیک مال چه می‌دونم، مثلا رباتیک مال مکانیک بیشتر شاید با سخت افزار و پترول و مثلا داره، ولی هوش مصنوعی ریاضی بیشتر درسش. خب بریم جلوتر. واسه طراحی کامپایلر یادم رفت بگم طراحی کامپایلر چجوری بگم. واسه تو اون لایه‌ها بود، مثلا سخت افزار چه می‌دونم، سیستم عامل، نرم افزار، بعد شبکه فلان. کامپایلر چیه؟ کامپایلر شما یه زبونی و یک برنامه‌ای مثلا به زبون جاوا می‌نویسید، بعد این زبون سطح بالای دیگه، یعنی انسان مثلا باش در ارتباطه. آره کامپیوتر 3 لایه داره آقا، 3-4 لایه داره. کلا کامپیوتر لایه است. یعنی مثلا یه لایه داریم اون پایین، مثلا سخت افزار رو چه می‌دونم، ترانزیستور و دیود و فلان می‌ذاره، مدار و خیلی چیزای فیزیکی. بعد یه لایه داریم روش، مثلا سیستم عامل، خب که از سخت افزار ارتباط داره. بعد یه لایه داریم روی سیستم عامل که مثلا نرم افزاران، و بعد نرم افزار با سیستم عامل ارتباط داره. بعد بعضا روی این سخت افزار، روی نرم افزار دوباره نرم افزار گذاشته میشه، یعنی هی لایه کامپیوتر ساخته میشه. بعد حالا این یک کامپیوتر کامل. خب حالا این کامپیوتر بخواد با یک کامپیوتر دیگه ارتباط بگیره، مثلا میشه شبکه، بالا تا دیگه الگوریتم شبکه. حالا تو این لایه بندی‌های کامپیوتر مثلا سخت افزار، نرم افزار فلان، کامپایلر چیه؟ کامپایلر شما فرض کنید که مثلا به جاوا زبان جاوا یک برنامه می‌نویسید، بعد این باید به پایین ترجمه بشه دیگه، یعنی تهش که این جاوای شما رو کامپیوتر نمیفهمه. این کد جاوای شما باید تبدیل بشه به یک زبان که سخت افزار بفهمتش. بعد این وسط باید کامپایل بشه، باید ترجمه بشه. و اینکه این ترجمه چجوری انجام میشه، کامپایلر چیه، تو این درس مثلا گفته میشه. درس بیشتر الگوریتمیه، شاید این ساختن به الگوریتم پیش نیازشه نشون میده که این درس الگوریتمیه. حالا بریم جلو. جبر خطی چیه؟ جورایی برای درس ریاضی شما وقتی میخواید مثلا آدم هوش مصنوعی بلدی بشین، آدم ریاضی بلدی بشین و اینها، این جبر خطی رو میخواید. ماتریس و ضرب ماتریسی و چه میدونم دترمینان و اینا چی ناس این درس. من خودم درسم اینو خوب نشد، نبودم ازش خوشم نمیاد، ولی خب اگه آدم ریاضی قوی هستین، این درس ریاضی بلدی دوستی هستین، این درس خوبیه. تا یکم بریم جلوتر، آخرشه دیگه تقریبا اینجایی الان چند تا دیگه میگم. خب حالا کلا شما با یک مهندس کامپیوتر مثلا فرض کنید که یک پروژه زدین، میخواید برید این پروژه رو ارائه بدید، یا مثلا یک پژوهشی کردید، با این پژوهش رو به یک مثلا استادی ارائه بدید، یک نفر دیگه ارائه بدید. این درس ارائه مطلب علمی و فنی
اینجوری که بهتون یاد میده که آقا شما به عنوان یک مهندس باید چجوری مثلا پرزنت کنید، چجوری باید پاورپوینت بسازید، چجوری باید همینا به روش اصولیه، ولی واقعا خیلی ساده نیست. چجوری باید مقاله بخونید، مقاله بنویسید، مقاله قالب مقاله چیه، دیگه چی مثلا نامه نگاری چجوریه، یه ریکامندیشن که یه نامه میخواد بزنید به جای علمی دانشگاهی فلان، فرمتش چجوریه. کلا تو این درس خیلی رو مهارت‌های شاید نرم و شاید مهارت‌های غیر فنیتون کار میشه. غیر فنی به معنی که شما مثلا کد قرار نیست بزنید تو این درس، قرار نیست مثلا مدال طراحی کنید، ولی قراره که مهندس خوبی بشید. مهندس مجموعی از نیازمندهای فنی و نرم و اینهاست. تو این درس قراره یکم نیازمندهای نرمتون مثلا نیازمندهای حالا غیر کدیونتون خوب بشه. حالا درس بعد طراحی پایه‌داده دیتابیس. اگه احتمالاً دیتابیس به گوشتون خورده، پایگاه داده و دیتابیس اینجوریه که دیتابیس اینجوریه که شما فرض کنید مثلا الان فرض کنید که ثبت احوال به نظرتون چجوری این همه داده 80 میلیون ایرانی رو در خودش ذخیره کرده؟ آیا مثلا کار راحتی مثلا توی فایل همینجوری می‌نویسیم میاد پایین؟ آیا هم اینقدر راحت کارش یا نه؟ یا مثلا این فایل یکم ساختار داده، یکم چه مثلا فرمت داره، یکم مثلا یه چیزای دیگه‌ای داره که توش مثلا مهمه. مثلا فرض کنید که شما الان 80 میلیون داده ایرانی، 80 میلیون داده اطلاعات آدم‌های ایران رو دارید، مثلا یکی میخواد اسمش رو عوض کنه، آیا اون ثبت احوال چیه میاد این فایل رو کامل میگرده مثلا به اسمش رسید عوض میکنه و سیو میکنه؟ نه، یکم ساختارهای هوشمندتری اون پشت وجود داره. یا مثلا فرض کنید که شما میخواید مثلا تمام افراد بالای 18 ساله مثلا پیدا کنید تو کشور چند نفرن، آیا مثلا یک کدی میاد همه این آدما رو تک تک مثلا تست می‌کنه میاد پایین میاد که بالای 18 ساله؟ نه، احتمالاً یک روش‌های هوشمندتری وجود داره که این فایلی که توش این اسامی وجود دارن یه جوری اون تو ذخیره میشن که حالا این کوئری هایی که می‌خوایم بزنیم، این درخواستایی که از این داده ها داریم بهینه‌تر باشه. بعد درس الگوریتمی هم هست تقریبا، حالا نرم افزاری الگوریتمیه. بعد الگوریتمش هم واضحه دیگه. شما فرض کنید که کلا الگوریتم چیه؟ الگوریتم انگار تو می‌خوای کاری بهینه انجام بدی، روش انجام تو می‌خوای بهینه کنی. بعد خب تو وقتی مثلا یک فایل داری 80 میلیون ایرانی، الان 80 اسامی 80 میلیون ایرانی توشن، اطلاعاتشون توشن، تو مثلا برای اینکه یک پردازش‌ها، یک کوئری QUERY رو این داده ها بزنی، خب باید به روش بهینه این کارا رو بکنی دیگه. نباید مثلا گوچه‌ای خیلی فرم بندازی روش مثلا کامل همه رو طی کنی، نه، یکم کارای بهینه‌تر باید کرد. و خب تو این درس قرار بهینه‌سازی‌ها، اون ساختارها، اون دیتابیس چیه این. یا مثلا فرض کنید مثال دیگه، الان اینستاگرام اگه یکم بهش دقت کنید، یکم مثالای شهودی رو، اینستاگرام واقعا خیلی چیز عجیبیه. مثلا فرض کنید که ببینید مثال میزنم، یعنی یک حساب کتاب کوچیک. الان مثلا فرض کنید که در روز 100 میلیون نفر در اینستاگرام پست میذارن. خب بعد 100 میلیون نفر مثلا هر پستی احتمالاً میشه داده باید ذخیره بشه براش. بعد این 100 میلیون نفر احتمالاً مثلا چه می‌دونم مثلا 1 میلیارد مثلا لایک کرده میشه روی اینها. خب مثلا اگه هر پستی مثلا 10 تا لایک بگیره مثلا چند 100 میلیون 1 میلیارد دیگه مثلا آره مثلا 1 میلیارد لایک میشه این پست ها. بعد خب این همش باید یه جای ذخیره بشه دیگه. یعنی 100 میلیون پست داریم، 1 میلیارد لایک داریم، بعد اینا نباید بپره. یعنی مثلا شما میرید از اینستاگرام بیرون برمیگردید، نباید بپره این لایکاتون. خب بعد این 1 میلیارد لایک کجا ذخیره میشه؟ خیلی عجیبه. حالا بعد من 100 میلیون کم گفتم. شما فرض کنید که مثلا 500 میلیون لایک میشه، مثلا 500 میلیون پست گذاشته میشه، چه میدونم مثلا 3 میلیارد لایک میشه، 2 میلیارد کامنت گذاشته میشه، بعد اینا باید چه ذخیره شن. بعد این تازه مال یه روزه. خب یعنی در یک روز مثلا 500 میلیون پست، مثلا 1 میلیارد لایک، 2 میلیارد کامنت فلان، مال یه روز. بعد حالا مثلا فرض کن که باید مثلا اینستاگرام داده‌های 10 سال پیش هم داشته باشه. یعنی نه بعد این دادا بپره. باید 10 سال مثلا باید 10 سال رو ذخیره کرده باشه، 20 سال رو ذخیره کرده باشه.
خب پس انگار من یک حجم انبوهی از داده دارم که باید ذخیره بشه. خب چجوری ذخیره کنم؟ احتمالاً تو این درس یکم پایه‌ها و مفاهیم ذخیره کردن رو می‌فهمیم. این چیزی که مثلا که گفتم برای این بود که شعور بگیریم. واقعاً مهندسی کامپیوتر کسا حالا خب سیستم عامل چیه؟ این درس سیستم عامل OS اپراتینگ سیستم، مثلا ویندوز یا مثلا اوبونتو یا چه می‌دونم مک چی بود مک الان مک او اس بهش میگن. البته برای ورژن‌های مختلفش اسمای عجیب غریب میذاره ولی کلیتش هم مک او اس. خب اینا سیستم عاملن OS ان. بعد تو این درس شما مثلا با این مفاهیم آشنا میشین که یک سیستم عامل مثلا اون پایین داره چیکار میکنه، یعنی تو اون دایابی که گفتم اون سیستم عامل اون پایینه. بعد چجوری با سخت افزار ارتباط میگیره، مثلا چه میدونم مثلا چجوری دو تا پردازنده مثلا با هم کار میکنن، مثلا شما یه کاری دارید میخواید این کارو بین دو تا پردازنده تقسیم کنید، چجوری باید این تقسیم صورت بگیره، به چه الگوریتمی، با چه میدونم چه مثلا فرض کنید که مثال سختی بخوام مثلا نمیفهمید ولی درسی که مثلا فرض کنید که دو تا پردازندن یه منبع میخوان، نه فرض کنید که دو تا پردازندن دو تا منبع میخوان از کدومشون، یعنی مثلا این مثالش رو بگم دو تا آدم میخوان غذا بخورن، قاشق و چنگال میخوان، یا قاشق دارن یا چنگال، و این دو تا آدم اگه مثلا در یه لحظه این قاشق رو برداره این چنگال رو برداره جفتشون میمونن دیگه، یعنی هر کدوم از آدم‌ها یه قاشق می‌خواستن یه چنگال دیگه، بعد اگه این قاشق رو برداره این چنگال رو برداره میمونن دیگه، یعنی قفل میشن. چرا؟ چون این مثلا برای که کارشو بکنه غذاشو بخوره قاشق چنگال میخواد، اینم برای که غذاشو بخوره قاشق چنگال میخواد، ولی این اومده قاشق رو برداشت این اومده چنگال رو برداشته، بعد خب این الان نمیتونه کارش تموم کنه، اینم نمیتونه کارش تموم کنه، بعد تو این حالت میمونن. بعد این واقعا یک چیز واقعیه، یعنی شما دو تا کار دارید یا دو تا منبع، بعد این مثلا این کارا باید بین منبع مثلا یه جوری تقسیم بشه، یه جوری هماهنگ شه، مدیریت شه. وظیفه سیستم عامل اون پایین اینه که این کارا رو بکنه، یعنی شما یه سری پردازه دارید، پردازه میشه پروسس، اون کاری که باید بشه، و یه سری پردازنده دارید، این پردازنده ها مثلا تقسیم شن، بیسار شن، از این چیزا تو این درس گفته میشه. حالا منم خودم این چیزایی که خوب توضیح نمیدم خودم که گرایشم نیست، باید گذاشته ببخشید. ولی حالا یه کلیت میگم چون خیلی هم عالی. خب به درس بعد حالا آزش چی؟ آزش همون چیزاست میریم کدشو میزنیم. واقعا الان من مثلا صفحه‌مو شعرش رو عوض کنم، یه چیز نشونتون بدم. ایتاب تو کد درست نیست، حالا حالت هم باید دارم تو. خب اینه نبخشید گم چی گم لینوکس کرنل فلان. خب ببین الان این چیه؟ این چیزی که من الان دارم اینجا میبینم یه سری فایل، یه سری از زوم بکنیم یه سری فایل و فولدر و پوشه و مثلا تنظیمات و کانفیگ و اینا مثلا فایلن. اولا واردش بشیم سری خط کد چونم وارد اون پوشه بشیم دوباره یه سری فایل میبینیم مثلا. خب مثلا به زبان سی هم هست جالبه، یعنی سی و سی پلاس پلاس، بعد اون کد عملا کد توش زده میشه. بعد اینا چی هن؟ اینایی که من دانشتون میدم اینا هسته سیستم عامل لینوکس هن. خیلی جالبه که من به اون هسته دسترسی دارم، ولی اینجوریه که واقعا این هسته لینوکس یک چیز اوپن سورسیه، همه میتونن ببیننش و کد هم توش زده میشه. یعنی واقعا شما یک او اس که دارین، یک سیستم عامل که دارید، این توش کد زده میشه مثلا به زبان سی یا سی پلاس پلاس اینها، اونجا کد زده میشه، واقعا یک سری چیز برنامه نوشته میشه. و حالا برگردم به این تو این درس سیستم عامل شما با این چیزا آشنا میشین تقریبا، و تو آزش مثلا یکم کد میزنید، یکم به تون دایه‌های پایینی مثلا با سخت افزار کار میکنید یا سیستم عامل رو برمی‌دارید. جالبه. خب من این نکته هم بگم، این نکته حاشیه‌ای
ولی این طبیعی که اینجا بازه اینجوری که شام نداشتیم. ما یک دانشجو این بدیا هم هست که الان داشتی خوابگاهی بعد غذا درست کنیم. مثلا اینا که استنباط چجوری درست میشه. خیلی عالی. مثلا گفتم که بیار تو درست کن. خب برگردیم. ببخشید. خب اون تبع زیاد دقت. حالا آزم که گفتیم ما تحلیل طراحی سیستم ها. اینم درس جالبیه. یعنی واقعا این درس نرم افزار دیگه بعد از مدل نرم افزار رسیدیم. حالا فرض کنید که شما یک مهندس نرم افزاری، یعنی چی؟ یعنی واقعا گرایش نرم افزار خوندید اینها و میخواید یک نرم افزار ایجاد کنید. مثلا مثالشو بگم، مثال فرض کنید که شما یک بچه‌ای دارین مثلا نوزاده، آقا میخواید اینو بزرگش کنید، مثلا بهش فیچر اضافه کنید، مثلا چه می‌دونم میخواید لباس براش بخرید، نگرش دارید، فیچر تمیز کنید، فلان کنید. بعد این بچه عملاً مثل نرم افزاره. خب شما این نرم افزاری دارید، میخواید چون ایجادش کنید، میخواید چون مثلا بداییدش نیازمندی جدید میرسم چون مثلا هندلش کنید، اضافه کنید به این نرم افزارتون، کم کنید، مثلا کاربر میاد بعد روش چون مثلا آموزش بدید که با چجوری نرم افزار کار کنه. اون بچه‌ام چه بهش یاد بدیم چجوری چه می‌دونم با چیزا کار کنه. خیلی جالبه تربیت بچه‌ها، تربیت نرم افزار. بعد تو این درس میگه چی؟ میگه آقا من میخوام نرم افزار ایجاد کنم، یک سیستمی رو ایجاد کنم. کلمه سیستم هم اینجوریه که اینجا به معنی یک سیستم شاید نرم افزاری این هست. یک سیستم مثلا چه می‌دونم، مثلا فرض کنید که مدیریت انباره، مثلا اسنپ الان یک سیستمه، دیجیکالا یک سیستمی که مدیریت میکنه خرید و فروش و انبارداری و فلان اینها. مثلا اسنپ یک سیستمیه که راننده ها رو وصل کنه به مشتری‌ها و مسافرها. حالا فرض کنید که من میخوام مثلا یک اسنپ بسازم، من میخوام یک دیجیکالا رو بسازم، من میخوام یک چه می‌دونم مثلا این محصولی چه مثلا محصول که بگم ملموس هم باشه، مثلا اسنپ پی، چه می‌دونم یه چیز مالیه، مثلا شاپرک چیه، یک چیز تو سمت مالی و اینها نمیدونم دقیقاً چیکار می‌کنه، ولی مثلا تراکنش اینا رو انجام میده شاپرک. خب هر کدوم مثلا یک سیستمی که من باید طراحیش کنم، بعد بفهمم چیه، اول مشتری چی میخواد، بعد مثلا بعد که مثلا فهمیدم مشتری چی میخواد کاراشو شروع کنم، مدیریت کنم، فازبندی کنم، پروژه رو انجام بدم، دیسال کنم. فاز یکم مدیریت پروژه و چه میدونم مفاهیم کامپیوتر اینا توش داره این درس. و حالا این تو گرایش نرم افزاره. بعد تو این درس فکر کنم با حالا تو دانشکده کامپیوتر فعلا این درس توش اسکرام یاد میدن. اگه با مثلا متدولوژی های ایجاد نرم افزار آشنا باشید، مثلا اسکرام حالا بیارمش چیه؟ سافت دیولپمنت یک سیستم پروژکت منیجمنت، یک چیز مدیریت پروژه است که مثلا برای ایجاد نرم افزار استفاده میشه. تو این درس مثلا با اسکرام آشنا میشید. درس جالبی و خود درس نرم افزاری. تو لایه‌های نرم افزار اگه دقت کرده باشید، این کامپیوتر که ایجاد میکنن هیچی، شما یه سری اپلیکیشن روی این کامپیوتر باید ایجاد کنید دیگه، باید کار کنید سری اپلیکیشن روی کامپیوتر. این اپلیکیشن ها خودشون ایجاد کردنشون سخته. یعنی مثلا واقعا اسنپ اینجوری نبوده که یه شبه نیازمندیش باشه فرداش کد بزنم پس فردا آماده باشه. نه، واقعا یک روند مثلا 5-6 ساله طول داشته که آقا مثلا یه نمونه ساختن بعد شکست خورده و دوباره ساختن بعد بهتر شده، فیچر اضافه کردن. این روندیه، یعنی یک پروژه یک طولانیه و شما مثلا توی این درس طراحی سیستم ها میاد همچین چیزهایی رو همچین ایجاد یک همچین سیستم ها نرم افزارهایی باشه آشنا میشین. و حالا مثلا اسکرام که شاید چنده باشین چون چیز معروفیه و تو این درس داده میشه. خب کلا پس یه بار دیگه بگم ربطش به کامپیوتر چیه. شما کامپیوتر که می‌سازید هیچی، یعنی اون کامپیوتر رو اجزا و فلان و لایه حاشیه‌ای چیه. بعضی وقتا برای ایجاد یک پروژه، ایجاد یک اپلیکیشن، ایجاد یک چیز اون بالاست، چیزی که با کامپیوتر ازش با کامپیوتر کار میکنه، برای ایجاد اون بعد یک پروژه رو مدیریت کنید. خب اینم یک گرایش از گرایش کامپیوتر که مدیریت پروژه داره، مدیریت محصول داره، تغییرات رو باید ایجاد کنه، اعمال کنه.
این گرایش نرم افزارها، گرایش که من دارم میخونم الان، و درس طراحی هم تو همین فازه. خب بیا آخرش خدا رو شکر آخر آره. بعد درس شبکه‌های کامپیوتری. این شبکه چیه؟ حالا یه سری کامپیوتر داریم گفتم میخوام با هم ارتباط برقرار کنم، چیکار کنم؟ خیلی مفهوم جالبیه. الان مثلا فرض کنید که مثلا الان میلیاردها کامپیوتر در جهان وجود دارن. کامپیوتر مثلا 10 میلیارد کامپیوتر وجود داره، همین چیزی از آدما بیشتر. الان فرض کنید که مثلا IoT هم بیاد تو کار، یعنی مثلا یخچال شما هم به اینترنت وصل بشه، مثلا گاز شما هم به اینترنت وصل بشه، بعد مثلا یهو مثلا این 10 میلیارد میشه 30 میلیارد. خب حالا این دیوایس ها، این ایجنت چی میگن، این نودهای کامپیوتری که کلاینت ها هر چی، اینا چجوری با هم ارتباط برقرار کنن؟ مثلا من چجوری از این کلی دنیا با مثلا توی که اون کلی دنیا ارتباط برقرار میکنم؟ خب این بیت و بایت چجوری رد میشه؟ چجوری مثلا چه میدونم چجوری با این حجم از مثلا فیلترینگ یا مثلا با این حجم از تحلیل مثلا این رد میشه میره اون ور؟ خب اینا همش سواله که واقعا مثلا فیلترینگ چیه؟ خب مثلا چه میدونم 5G چیه؟ مثلا توضیح نمیده، ولی خب شاید مفاهیمش رو بفهمم. مثلا 5G فرقش با 4G چیه؟ مثلا چه میدونم مثلا اون بعد از اون تحلیل هم بگم مثلا آمریکا میخواد یه سایتی از ما تحلیل کنه چیکار میکنه؟ خب مثلا شکن اگه باش آشنا داشته باشین جالبه. شکن چیه؟ چی کار میکنه که مثلا DNS چیه که میاد روش برمی‌ده مثلا این سایت تحلیل شده باز میشه؟ مثلا یا از این ور فیلتر شکن چیه؟ خب خیلی مفاهیم حالا شبکه و جالب و چیزایی هم و تو این درس شبکه‌های کامپیوتری باش بیشتر آشنا میشید. یا مثلا چه می‌دونم مودمی که تو خونتون دارین چیه؟ خب این مودم روتره چون اکسس پوینت روتر. آره. این درس جالبیه. بعد تو گرایشش هم توی ارشد گرایش شبکه‌های کامپیوتری یعنی گرایش داره، ولی تو اون گرایش بیشتر باهاش آشنا شد. حالا آز شبکه هم که میاد با همین مفاهیم عملی تر رفتار کنه. کلاً گفتم آز خیلی مفهوم آزمایشگاه و عملی تر داره. دیگه چی بذار من تمام کم جمع کنم. خب الان بهتر شد. بریم سراغ درس امنیت. اینم درسی واقعا جالبیه. این واقعا من هر درسی میگم جالبه، خیلی جالبه. واقعا درسای جالبیه. شما فرض کنید که بذار من دوباره همین کد رو بیارم. الان این کد با 1 میلیارد کامیت، با 1 میلیارد اقدام روش. این کد هسته سیستم عامل لینوکس. خب مثلا اندروید هم از همین استفاده میکنه. اندروید اون هستش لینوکسی کنه. حالا این کد با این حجم است، مثلا این پروژه با این حجم است کد و اینها، بعد خیلی هم جالبه که نگاه یستردی دیروز مثلا آخرین تغییر روش اعمال شده. خیلی جالبه، انگار کد زنده است، پروژه داره مینتین میشه، خیلی ادامه پیدا میکنه. حالا بعد نگاه این کد با این حجم است، مثلا داشتم درس امنیت رو گفتم، این کد با این حجم مثلا پراکندگی و حجم مثلا فایل و اینها چجوری مثلا ما مطمئنیم که توش باگ نیست؟ یعنی مثلا چجوری مثلا میگن حفره امنیتی و هکر و فلان و اینها توش نفوذ میکنن؟ از کجا مطمئنیم که آقا این کد هیچ باگی نداره؟ خب مثلا کلا چون مثلا ما به اینترنت وصل میشیم، از کجا معلومه که اون وسط داده ما رو نمیخونه؟ یعنی مثلا من اینجام به این وصل میشم از شبکه، خب میگم آقا یکی اون وسط هست که داره داده ما رو گوش میده، چجوری باید جلو اونو بگیرم؟ چجوری من باید بین این و این ارتباط امن برقرار کنم؟ حالا مثلا تو لایه شبکه مثلا امنیت شبکه رو داریم، تو لایه مثلا چه می‌دونم سیستم عامل اینا هم امنیت داریم، یعنی چجوری مثلا من برنامه‌ای بنویسم یا خود سیستم عاملم رخنه نداشته باشه، جای نفوذ نداشته باشه. این درس یکم درس حالا شاید هکری است، جالبه، خیلی جالبه. مثلا ما خود تو این درس خودمون مثلا می‌رفتیم هک می‌کردیم. هک یه سایتی و یه سایت سامپلی بود، به عنوان نمونه بود، می‌رفتیم مثلا این کاری توش می‌کردیم، داداشو در می‌آوردیم. خیلی درس هکری تو روی است. واقعا من یکم حس کردم هکرام خدا بخیر. خب بعد میگم تموم شد دیگه. حالا این تاش تو یه پروژه هم داریم که می‌دیم اینا و یک کارام پروژه. حالا پروژه کلا اینم بگم جالبه. کلا
یه فاز چیز هم میتونید داشته باشیم توی مهندسی کامپیوتر، یعنی مهندسی کامپیوتر انقدر درس حالا عملی و صنعتی نیست، شاید میتونید شما واقعا تئوری هم توش باشید، یعنی میتونید چه می‌دونم تز بدید، مثلا خیلی مقاله چاپ کنید فلان کنید. من پروژه کارشناسی بیشتر برای اینه که یک لمسی از مثلا ریسرچ هم داشته باشید، شاید تو این درس ریسرچ به معنی تجربهش و تحقیق و مقاله خوندن اینا. حالا کارآموزی چی از اون؟ کارآموزی عملی درسیه که شما واقعا میتونید تو صنعت کار میکنید، مثلا میرید چه می‌دونم دیولپر یه جایی میکنید، یه جایی کد میزنید، مثلا چه یه جایی کارآموزی کار یاد میگیرید واقعا در صنعت، در بیرون از دانشگاه، در جدای از درس ها. این همه درس خوندید، یاد گرفتید، باشید، حالا میرید کارآموزی میکنید. اینم کارآموزی مهندسی کامپیوتر، اینم پروژهشه. حالا اینا هم یه درس تخصصی که یاد ندارم توضیح بدم، خودتون بخونید. ولی مثلا کلا چارتی که باید برداریم، باید این درسای چی بود؟ درسای اصلی رو برداریم توش، حتما همه اینا رو باید پاس کنید درسای اصلی رو. ولی از این تخصصی‌ها و اختیاری‌ها باید چند تایشو بردارید. ولی خب کلا خوبه که برید اینا رو ببینید، نگاهی بندازید. اینم 4 تاشه. من پیش نیازی پس نیازی توضیح داده. خوبه اینا رو بدین، لینک این نگاه بندازیم و احتمالا میشه. کجا بود؟ آره این کلا این سایت ویکی دانشکده ما رو نگاه بندازیم، خوبه. یه شهودی گرفته باشین که چی درسامون. آقا خیلی مثلا شاید تو خوب توضیح بدم، الان سعی کردم شهوده رو بدم. نه خیلی واقعا کامل و چیز بود برای اون مدت زمانی که ما در نظر گرفتیم، خیلی خوب بود. حالا برای اینکه یکم چی میگن نفست هم چاق شه و فانش قضیه، بیا یکم از جو دانشگاه بگو. چی شد اصلا رفتی شریف؟ البته خب با تجربه رتبه‌ای که داشتی احتمالاً میشد حدس زد که میری شریف، ولی آیا تحقیقی کردی مثلا امیرکبیر چه جوریه، دانشگاه تهران چه جوریه؟ خود حالا از جو شریف بگو، بچهای کامپیوتر چی کار میکنن؟ جو رقابتیه میرن کار میکنن یا اکثرا فکر اپلای و مهاجرتن؟ خود دانشگاه چه جوریه؟ شاید جالب باشه برای بچه‌ها. خب حالا اول از همه اینکه چرا رفتم مثلا شریف، خاطر این بود که حالا این کلا یه جوگیری هست یا خوبت می‌بینیم دیگه. حالا این نه انکار نمی‌کنم، یعنی تهش مثلا 20% 30% بخاطر اینم بود. و مثلا من خودم اصفهانی بودم، گفتم خب چرا نرم صنعت اصفهان، مثلا دانشگاهی که خب شهرمون نمیخواد جدا شه از خانواده فلان. ولی نکتهش اینه که حالا این با خودم میگم، حالا نمیدونم چقدر ارزش داشته یا ارزش نداشته، مثلا ارزش داشته. ولی که کلا شما طاووس ها اینجوری هندوستان کشین چیه زبان مثلا آقا تو اگه مثلا طاووس میخوای خب مثلا با سختی هم بکشه احتمالاً دیگه. یعنی این دوری از خانواده به نظر من حالا شاید حالتا برای پسر دخترش فرق بکنه. شاید پسر من دخترم مثلا کم واسطه‌ترم، پسر نه شاید. ولی خب حالا برای من پسر هستم دور از خانواده بد نبود، خوب بود. حالا یک بدیایی داشت، یک خوبیایی هم داشت، ولی خب اسمم در کل آدمایی که اینجا بودن آدمای خوبی بودن. یعنی خدا اسمم شریف خوبیش به امیرکبیر یا تهران اینها، حالا شاید استادانشون حتی نباشن ها، خب مثلا تجهیزاتشون بریز بود، آدمایی که به شریفن آدم جالبی ان. یعنی تو هر جا آدم توش پیدا می‌کنی، یعنی از هر طیفی که باشی یه سری آدم پیدا می‌کنی که شبیه بهتن و می‌تونی مثلا باهاشون کار کنی، هدف مشترک تعریف کنی، می‌تونی باهاشون دوست بشی، باهاشون روی پردازی کنی، باهاشون ایده زنی کنی، باهاشون شرکت بزنی، باهاشون فیل بشی، باهاشون کلا جالبه. حتی تو دانشگاه دیگه هم هستن، ولی خب اسم کنم شریف یه نمیدونم حالا اسم. آره میفهمم. نمیدونم آدما پرن. حالا آدما خیلی نه آخه این نکته هست که شاید آدما خیلی آدمای منطقی تر و کم احساس تر اینا هم باشن به نظر من هست. یعنی مثلا واقعا چه مثلا در مسائل سیاسی و اینها مثلا شریف بخواد ازش بلند نمیشه، حالا جز پاییز سادیش، ولی کلا شریف خیلی همش خرخون سرشون که به این چیزا معروفه. ولی مثلا دانشگاه تهران خیلی خیلی شدن تک نبعدی تر و چند بعدی تر اینا بودن مثلا میشه گفت. ولی خب کاملا تو همون شریفیش مثلا آدمای نه تک بعدی پیدا میشن، آدمایی که مثلا
جوان مختلف آدم باشن، یعنی ربات نباشن که مثلا حل کنن. تو شریف پیدا میشه. خب شاید بیشتر آدم مثلا ربات باشه، آدم‌ها طرف مثلا فقط بخونه نمره بگیره درس بگیره فلان. خیلی عجیبه. مثلا واقعا من یه بار یه تی درسی بودم، یعنی یه بار تی میشه کمک استاد تدریسی، کمک تدریسی داره. بعد مثلا یه دانشجو اومد به من گفت که آقا برای 3000 نمره مثلا اینو به من بده، این مثلا اونجا من فلان 3000 نمره رو من بده. بعدم بودم که آقا چرا واقعا 3000 نمره چرا تو میخوای براش تلاش کنی؟ 3000 نمره واقعا عجیبه. میخوام بگم که ببین آدم داریم که اینجوری هم باشه، اینقدر نمره میخواد 3000 نمرهش هم بگیره. آدمی هم داریم که نه آقا واقعا آدمه، کلمه جز آدم نمیتونهش بود. چون همین تو شریف پیدا میشه. و بعد خب درصدش کم زیاده دیگه، بیشتر شد. حالا اون بچه‌ها خب این طرف مثلا وقتی 12 سال عمرش درس خونده اینا خب میاد دانشگاه درس خونتر میشه دیگه. خب میخوام بگم که آدمایی به نظرم جالبی، یعنی من خوشحالم از اینکه شریف خوندم و مثلا آدماش مزیت رقابتیه به دانشگاه دیگه. این مزیت رقابتیش بود دانشگاه. خب دیگه چی گفتم در مورد کلا اپلای و مهاجرت درسی اگه صحبت کنی خوبه. چقدر پوزیشن هست برای رشته‌های حالا کامپیوتر ساینس و مهندسی کامپیوتر که حالا خودمون میدونیم نسبت به بقیه رشته‌ها احتمالاً بیشتره. بعد بچهای شریف دارن چی کار میکنن؟ حتی از قدیم معروف بود که بچهای شریف دارن میرن، چند سال اخیر که دیگه فکر کنم دانشگاهی حالا یکم پایین سطح پایین‌تر به اصطلاح هم حتی از شهرستان‌های دور هم بچه‌ها دارن تلاش میکنن برن. حالا متاسفانه یا خوشبختانه چه نمیدونم. یکم در مورد این اپلاینا هم صحبت کن و اصلا اونور چه خبره؟ اطلاع داری نظری؟ خب من یکم بگم که من خودم اطلاع نمیخوام اپلای کنم اینها و اینجوریه که دارم ارشد میخونم و احتمالاً بعدش هم میرم سر کار همینجا است کنم. مثلا الان اینجوریه که پول میشه در آورد، واقعا پول خوب میشه در آورد در رشته مهندسی کامپیوتر شریف. و واقعا هم یعنی اگه من نخوام پول در بیارم کی میخواد پول در بیاره؟ دقیقاً از بقیه شغل نمیخوام که واقعا مهندسی یعنی کلا احتمالاً هر آدمی که تو شریفه یک پتانسیلی داره که بتونه واقعا پولی در بیاره که زندگیش رو بچرخونه، زندگی خیلی خوبی هم داشته باشه. حالا خب بعضی از آدم‌ها اصلیشون مثلا طرف معلم میشه. خب آقا این آدم حالا اوکی وقتی دنبال علاقه داره، خب مثلا تو میتونی جدی بری که پول خوبی هم در بیاری. میخوام بگم که پول خوب کلا میشه در اون. حالا کلا من زیاد تو فضای اپلای اینها نیستم، یعنی خودم اقدام نکردم اینها، ولی اون چیزی که دارم میبینم فعلا اینه که خب میرن حالا در برای من ناراحت کننده است که میرن. خب مثلا آدم باشون بوده 4 سال 2 سال مثلا بعد موقعیتش کاری هم هست، یعنی کلا خب کامپیوتر چون رشته بین‌المللی تو رو چون مثلا چون رشته مثل تاریخ نیست که مثلا تاریخ ایران شاید مثلا ادبیات نیست که مثلا فقط تو ایران محدود باشه، ادبیات فارسی نیست. خب یه چیز بین‌المللی خیلی بزرگیه اونها و خب براش هست که تو بخوای کجا هر جا میتونن یه جا پیدا میشه دانشگاهی که تو رو بخواد این احتمالاً. و از این جهت خوبه اپلایبیلیتیش خوبه متاسفانه خوشبختانه. و مثلا اصلا 12 سال با یکی هست که بعد اپلای می‌کنه میره. بعد چی ولی خب میخوام بگم که الان کلا ما تو رشته ما ورودی 97 کامپیوتر شریف مثلا 130 نفر بودیم. خب بعد مثلا من بین این 130 نفر مثلا 30 بودم احتمالاً، یعنی رتبه مثلا معدلی 30. بعد حالا خواستم بگم کنم رفت نداشت به این موضوع و با معدل 18 و 6 من بگم جالب شد. چقدر نردید بابا طرف داریم مثلا 1999 معدلش. ما فکر کنم رنگ های مثلا من خودم CS امیرکبیر خوندم، فکر کنم رنگ هامون چیزن مثلا رنگ 1 تا 6 اینا مثلا بالای 18 تو اینو. حالا بعد تازه الان بعد از کرونا و اینا همچنین که فاز تقلب اینها احتمالاً مجازی بوده، معدلات هم کلا رفته بالاتر. مثلا یکی باشه 18 و 6 مثلا 60 70 خیلی. چقدر حالا
ولی حالا داشتم گفتم 130 نفر هستیم. بعد از این 130 نفر حسم اینه که این از اصلاش تو گروه گذاشتیم، گروه دورمون که تا سال بعد کیا اپلای میکنن. بعد یعنی حالا نمیگم مثلا چی، یعنی این به این معنی نیست که این 50-50 بود اپلای کردن و نکردن، شاید عجیب باشه براتون، ولی میخوام بگم که این 50 مثلا به این معنی نیست که حالا طرف مثلا این تا یه سال بعد بود، مثلا ممکن تو 5 سال بعد دوباره بره بعد از ارشد بره. ولی خب اینجوریه که حس میکنم تهش مثلا آقا میمونن تا 30%، 25%، 35% شاید ایران میکنن و حتی 40% شاید، نمیدونم اصلا به رشته اون فرق میکنه. ولی خب الان بازم میخوام بگم که حداقل اون جوهای مثلا شرکت زدن چون کلا کامپیوتر خوب پول میده واقعا، یعنی مثلا یکی اذیت نشه مثلا با چه میدونم مثلا آقا از جامعه اذیت نشه میتونه بمونه پول در بیاره فلان، میشه حس میکنم به خاطر همین شاید یکم نمیدونم. بعد الانم یه فاز بمونه پس بلیت داره چون ولی حالا تو این از اصلا که تو کانال تو گروه دورمون گذاشتیم 50-50 بود. حالا بعد اینم جالبه که 50-50ش ناشناس بود، بعد این از اصلا گذاشتیم شناس بود، اون شناسه 60-40 شد بعد مثلا 60% میرن 40% میرن. خب تو اون 50-50 بود. ولی خب کلا همچین داده‌هایی میگم به نظرم تهش حالا اون 25% مثلا بمونن من خوشحالم. من چند تا دوست دارم که میمونن با هم هستیم. آره ببین نمیخوام بحثو فلسفی کنیم. آره یکی دوست داره بره اصلا ریسرچ کنه، تحصیلات تکنیکش هم کنه، بیا اصلا شریف استاد شه به 4 نفر دیگه هم کمک کنه. ولی خب در مورد کار کردن هم خود من حداقل تجربهشو داشتم. درسته پول خیلی خوبی میدن، بچه‌ها از دانشگاه میان بیرون، به هر خود میدونید دیگه دانشگاه حالا یا زندگی خوابگاهیه یا با یه پول حداقلی آدم میگذرونه، خب سخته و اون حقوقای بالا اولش وسوسه کننده است. ولی حداقل چیزی که من دیدم این بوده که بعد از 1 سال 2 سال یا حالا بگیر 3 سال که دیگه به اون رفاه زندگی معقول میرسن بچه‌ها و اون داستان اقتصادی هندل میشه، شرایط اجتماعی و آزادی‌های مدنی و اینجور چیزا یکم میرسه و بچه‌ها کاری شروع میکنن اپلای کردن. یعنی این متاسفانه اون اکوسیستم استارتاپی ایران هم خیلی آدما رو سرخورده میکنه، محدودیت‌ها. امیدوارم یه روزی این مهاجرت معکوس اتفاق بیفته و شرایط جوری شه که همه برگردیم و اینجا یه سیستمای خفن بیاریم بالا به قول تو. حالا من یه چیزی هم من از اینترنت بگم، یعنی میخوام بگم که حالا انقدر مسئله حل نشده تو این کشور است که حس میکنم مثلا من خودم اینجوری میگم که آقا من کجا میتونم اثرگذارتر باشم برای خودم، امید ریاضی اثرگذاری کجا بیشتره. بعد میگم که واقعا اینقدر مثلا تو همین ایران جلو مثلا اینقدر پوکیده هست که میشه کارهایی کرد که با مثلا تلاش کم اثر زیاد داشته باشه. و خب من با هم اثرگذاری خوشحالم و مثلا بخاطر همین سعی کنم بمونم. خب شاید هم روزی رفتم بعد برگشتم نمیدونم، ولی حداقل اسم کنم که میخوام این گزاره رو بگم که اینقدر کار کردن هست که کار کردن هست. آره کار خیلی هست، مملکت که خیلی کار داره دیگه، باید ببینیم آستانه تحملمون چقدره. خیلی هم عالی. ببین یکم بیا در مورد حالا نمیدونم کارآموزی رفتی یا چقدر مثلا با صنعت و اینا آشنایی داری تو ایران، یکم بیا پوزیشن شغلی هم بررسی کنیم، شاید بد نباشه. مثلا برنامه‌نویس موبایل چی کار میکنه، نمیدونم دیتا ساینتیست کیه، AI دیولپر کیه، سافتور انجینیر چیه، دیوآپس انجینیر چیه. البته نمیخوایم همه اینا رو دیتیل وارد شیم، ولی همین که طیف این شغلان هم اگه تا جایی که حالا تو ذهنت هست و دوستات رفتن یا خود میدونی بگی، فکر کنم جذاب باشه. بذار من دوباره صفحه‌مو شیر کنم. خب من بذار چی سرچ کنم. جاب اینجا. خب خانه، بعد دسته بندیش چی باشه؟ وب برنامه‌نویسی.
جستجو نشد. خب حالا این خدا حالا این چیزایی که جا اینجا هست خیلی بخش محدودی از مشاغل ها، یعنی مثلا کلا این هایی که من این شغلایی که الان اینجا دارم می‌بینیم خیلی شغل نرم افزاری، یعنی مثلا شغلای هوشی شاید نباشه، شاید شغلای امنیتی نباشه، شاید شغلای مثلا شبکه‌ای نباشه. خب اینا گرایش کامپیوتر بودن، میشه شغل شاید نرم افزاریه. خب مثلا چون آقا برنامه‌نویس ارشد مثلا سینیور دیولپر یونیتی مثلا کسی که میتونه خوب یونیتی کد بزنه، مثلا کد زدن مثلا یک مهارت مثلا نرم افزاری یا مثلا برنامه‌نویسی دات نت، خب مثلا دیولپر نرم افزار، یعنی خب هم شغلا اینجا فعلا شغل از جنس نرم افزارن، خب یعنی خیلی بخش محدودی ان مثلا طراح سایت احتمالاً یک مثلا حالا خیلی حرف بدی میزنم، ولی شما اگه مهندس کامپیوتر بخونید یا برید طراح سایت وردپرس بشین مثلا اسم میگم به شغل به شتون خیانت کردید که آقا چرا با این حجم از اطلاعات و مهندسی و اینها میرید طراح سایت وردپرس میشید. خب وردپرس الان هم میتونید یکی یاد بدی، همین الان بدون هیچ مهندس کامپیوتر میتونید یاد بگیرید. خب ولی میخوام بگم که مهندس نرم افزار خیلی بالا میتونه خیلی کارهای خفن‌تر و بزرگتر از این هایی مثلا بکنه که برنامه‌نویسی شاید پایه بشه شاید. خب نمیگم اینا رو نکنه، این شاید برای شروع خوب باشه، ولی اینا مثلا غایت آماده مهندس نرم افزار نیست. خب حالا بریم جلو، مثلا اندروید آی او اس دیولپر بازم دوباره چون نه طرف میاد کد میزنه، مثلا کد فلاتر میزنه، کد چی بود سویفت میزنه، این همش زبان برنامه‌نویسیه، مثلا سویفت چون مال سویفت پروگرامی لنگویج نه سویفت زبان برنامه‌نویسی برای اینکه آی او اس ایناست. مثلا چه می‌دونم پایتون می‌سازن، شنیدید پایتون رو واسه زبان برنامه‌نویسی، چون جاوا اسکریپت نه همش زبونه. خب بعد حالا اینا چه می‌دونم تو با اینا میری پروژه مختلف میزنی، چون نه تو با اینا میری مثلا دات نت حالا نمیدونم چی، بعد دوباره این پروژه لنگویج واقعا میخوام بگم که اینهایی که اینجا وجود دارن حالا تاش همشون برنامه دیولپر میشن، یه جایی دیولپر با زبان‌های مختلف. مثلا این دیولپر بک اند فرانت نه، حالا بخوام یکم توضیح بدم بک اند یعنی چی، حالا بازم میگم اینا بک اند اینا خیلی مثلا شغلای شاید سطح پایینی یعنی اینا مهندسی کامپیوتر نظر من مهندسی کامپیوتر خوب نباشه، ولی حالا کلا وقتی تو دیولپر میشی به عنوان خودزن میشی، برنامه‌نویس میشی، تو میتونی مثلا طراحی این سایت رو بهت بگیری یا میتونی منطق پشت این سایت رو بزنی. منطق پشت این سایت میشه بک اند، حالا بک پشت طراح اساس ظاهر این سایت رو همین که الان شما دارید می‌بینید، مثلا با این همه المنت داره فلان داره، مثلا باز می‌کنید تو چیز داره فلان، همه اینها مثلا چرا این فلان داره مثلا شما طراحی بکنید این میشه فرانت اند. فرانت اند روی ظاهر بک اند اون منطقه پشتی کار. ولی خب تهش همین برنامه‌نویس میشن، تهش پروژه زن میشن، کد زن میشن. نمیگم کد زنی چیز بدیه، تهش تو هم باید کد بزنی. ولی خب میخوام که اینکه تو لزوما کار مهندسی نیست. آره یعنی مثلا ببین واقعا این همه چون نه how to جام سرچ کنم how to become a developer 10 تا سایت میاره بدون مهندسی. این تو مثلا رودمپ هست، تو اینو بخون میشه دیولپر. یعنی میخوام که تو بدون اونها هم میتونی اینا رو یاد بگیری، کتاب اینا بخونی، ولی مثلا مهندسی کامپیوتر یک مسیر سخت‌تریه که تو آدم غنی‌تری میشی تا این چیزا. مثلا مدیر پروژه شدن احتمالاً یک لول از چیز بالاتره. خب اینجا میشه پروژه منیجر احتمالاً به دانش بیشتری نیاز داره، مثلا دانش بیشتر از مهندسی کامپیوتر، از مثلا حالا مسیری که توش حوزه مدیر پروژه میشه، یا مثلا چه میدونم ایناش اکثرا برنامه‌نویسن دیگه، مثلا فول استک ها، مثلا این کسی که هم بک و هم فرانت رو مثلا این احتمالاً یکم از اون برنامه‌نویس خالی بیشتر بده، حقوقش هم مثلا بیشتر. خب دیگه بریم جای اینا احتمالاً همشون شغلای برنامه‌نویسی، همه مثلا این کوالیتی اشورنس اسپشیالیست، این هم شغل جالبیه.
این بازم یعنی بیشتر شاید نرم افزاری یا شاید حتی امنیتی هم باشه. یعنی مثلا شما این نرم افزار دارید میخواید ببینید که مثلا حتی یه قطعه سخت افزاری دارید میخواید ببینید که این امنیت یعنی کوالیتیش خوبه یا نه، خوب ایجاد شده، مثلا چون تستا رو پاس میکنه، استانداردها رو رعایت میکنه یا نه. یک نفری باید اونجا باشه که این کوالیتی رو تست کنه مثلا. خب من از این بیام بیرون تست کنم شاید هم حرف میزنم ولی برم سمت چیزی. این خب روزی که هم اول گرایش دیگه هم بگم مثلا تو امنیت بخونی مثلا نمیدونم دقیقاً چیه ولی از دور میبینم شاید آقا تو مثلا امنیت بخونی، یعنی اگه گرایش امنیت بخونی مثلا میری تو حوزه‌ای که چه میدونم امنیت مثلا یه سری قطعه رو بفهمی روش مثلا تست انجام بدی کار کنی یا چه مثلا نرم افزار بهت میدن تو امنیتشون رو بررسی می‌کنی بهشون حمله می‌کنی بعد باگاش کشف می‌کنی هکر کلا سفید میشی پول میگیری بخاطر این چیزا. چون مثلا امنیت اون جنس کارا رو می‌کنه. مثلا شبکه چیه؟ تو مثلا خب این همه ISP داری، این همه چه می‌دونم مثلا چی میگم 5G داری، 4G داری، این همه دیتا سنتر داره، فلان داره. تو می‌خوای اینا رو مثلا رو چم برندی به هم سیماشو تنظیمات شبکه رو بنویسی. اینا همش واقعا شغلیه که آره کمتر بهش احتیاج پیدا میشه. یعنی مثلا تو جاب اینجا احتمالاً کمتر شغلی میخواد که مثلا شبکه بلد، یعنی بیشتر اون دیولپر کد زدن میخواد، شغلا بیشتر اینجوری هم. ولی میخوام بگم که این واقعا مثلا تو شبکه بخونی میرین میتونید به این جور کار کنید، مثلا مخابرات کار کنید، ارتباطات زیر ساخت کار کنید، چه میدونم با ابربان کار کنید، حالا ابربان بهش فوش میدن ولی شرکت خوبیه. اینا کلا جای تو میتونید اینجا چه میدونم کار کنید. بعد سخت افزار گفتیم، امنیتی گفتیم، شبکه رو گفتیم، سخت افزار مثلا الان یکی از استادای دانشکده ما بذار بیارم تبلیغش استاد ما اینجوریه که یک شرکت سخت افزاری داره هارد تولید میکنه. یعنی در ایران مثلا یک برای مثلا هارد داخلی، یعنی فضای ذخیره‌سازی داخلی. بعد کلا فضای ذخیره‌سازی مهمه که امنیتش اینا مثلا ایرانی باشه و اینا باید تست شده باشه. چون ممکنه که مثلا چه می‌دونم مثلا اگه از خارج بگید یا فرض مثلا مثال اینها چون آقا یه رخنه توش ایجاد کنن که مثلا از همون بخوام فلان کنن. مثلا تو بانک بخوای اینو بذاری احتمالاً باید امن شده باشه. مثلا تو می‌خوای مثلا بری توی چه جای امنیتی، یه دستگاه مثلا دولتی امنیتی فلان، این هاردها مهمه که امنیتشون حفظ شه. مثلا تو ایران میاد همچین دادایی میسازه جالب و کار به نظرم واقعا عجیبه. یعنی خودش درست تمام دکتر اسدی و به نظرم خیلی خفنی از این جنس که میاد واقعا این سخت افزاری تو ایران ضعیفه ولی خب این که ماده تو شرکتش کار کرده جالب. یا مثلا چه میدونم تو سیستم عامل بهت میدن باید مثلا چه میدونم بهش کاستومایزش کنی. مثلا چه میدونم اگه دقت کرده باشی تو اتوبوس تو هواپیما که میشین اتوبوس هر چی یه مثلا نمایشگر جلوته احتمالاً اون یک چیزی پشتشه دیگه، یعنی یک سیستم عاملی پشتشه مثلا نرم افزار روشن فلان، بعد ویژگیاش مثلا کاستومایز بشه با اون مثلا سخت افزاری که پشتشه. مثلا تو بعضا اینا رو طراحی می‌کنی، اینا هم شاید شغل باشن لای سیستم عامل اینا. مثلا یه سری چنم ویجت گجت چی میاد یه سری ابزار داری مثلا پلیس یه سری چنم مثلا یا مثلا کارگرهای شرکتی یه سری ویسیم دارن. خب آقا این باید یک سیستم باید با اون ارتباط برقرار کنه، با یک چیز مرکزی فلان. خب طراحی اینها بازم یک کار مثلا کامپیوتری برقی شاید اون مثلا شاید طراحی سیستم‌های دیجیتال چیزی تو این فضا باشه. حالا یه سمت هوش، سمت الگوریتم هوش اینها. هوش مثلا تو فرض کن الان یه سری از بچه‌ها مثلا میرن تو این شرکت‌های بورسی. خب تو مثلا روزانه میلیاردها تراکنش داری، میلیاردها چون خرید داری، 20 داری فروش داری، نه همش داده است. بعد تو میتونی اینها رو مثلا تحلیل کنی که آقا رفتار کاربران چی هست، مثلا چه می‌دونم پیش بینی کنی با توجه به رفتار کاربران. این مثلا میشه تحلیل داده‌های بورسی. مثلا از اول اسنپ آقا تو می‌خوای قیمت گذاری کنی، خب من مثلا قیمت زیاد کردم مشتریام کم شد، قیمت کم کردم مشتریام زیاد شد، کجا مثلا بذارمش خوبه متوجه به رفتار پیش‌بینی داده‌های کاربران. اینا مثلا تحلیل داده اینا میشه کلا. یا دیگه چی مثلا اینستاگرام. آقا اینستاگرام الان شما میرید توی ریکامندرش گزینه دوم از چپ بعد بهتون یه سری فیلم عکس پیشنهاد میکنه. این از کجا داره اینا بهتون میگه؟ احتمالاً یک سری داده از شما داره که دیده آقا شما چیا دوست دارین، چیا لایک میکنین، چیا روش میمونید. یعنی مثلا شما اینستاگرام میدونه که شما روی پست چقدر موندید، آیا علاقه دارید
حتی به کجا شاید نگاه کردن اینا شاید بفهم. بعد از این داده‌هایی که داره میادتون میگه که آره خب تو احتمالاً اینا رو دوست داری، پس بهت نشون میدم این پست رو. این خودم بیسان داده است دیگه و هوش مصنوعی احتمالاً یکم با داده کاوی فرق داره، ولی هوش مصنوعی داده کاوی تو یک فازن تقریبا هست با داده و اینا کار کنه. یا مثلا چه می‌دونم یک مثال هوش مصنوعی بزنم، اما چت جی پی تی الان چجوری داره میفهمه که مثلا من چی میخوام بعد بهم جواب میده. این احتمالاً یعنی از اینجا شنیدم که چت جی پی تی رفته کل اینترنت رو مثلا خونده، کل اینترنت رو خونده، یعنی هر سایتی که به اینترنت در فضای اینترنت ها دسترسی داره خونده، متناشو خونده، بعد مثلا فهمیده که آره مثلا آقا در مثلا 1 میلیون جا مثلا در 1 میلیون نقطه مثلا بعد از کلمه مثلا اسب مثلا کلمه چه می‌دونم مثلا گورخر اومده. خب پس کلمه گورخر به اسب مرتبطه. این کلمه ها مثلا نمیدونه دقیقاً چیه، کامپیوتر نمیدونه دقیقاً کلمه چیه، ولی مثلا اینجوری میفهمه که آقا گورخر به اسب مثلا مرتبطه. بعد خب اینجوری مثلا رایت ها میسازه، گراف میسازه، فلان میکنه. بعد مثلا حدوداً چه می‌دونم 10 میلیارد داده داره، خیلی چیزی خیلی خفنه. 10 میلیارد داده نه 10 میلیارد پارامتر داره تو بیشتر. نمیدونم. خب اینجوری میاد رایت ها رو میفهمه و مدل میسازه. مثلا مدل شبکه عصبی داره، خیلی جالبه که شبکه عصبی با بدن انسان ولی توی هوش مصنوعی به کار میره. خب من از روی اینها مثلا با توجه به اینها که داره، این اطلاعاتی که داره از قبل به سوالات فعلی رو جواب میده. اینم هوش. مثلا بریم سراغ مثلا الگوریتم. خب تو الان برگردیم دوره سراغ اسنپ الان میخواد بگه تو از این نقطه میخواد به این نقطه چجوری میگه که مثلا این مسیر خوبی از اینجا نبود ترافیکه. خب واقعا این الگوریتم پشتشه که میاد چی مثلا میاد با توجه مثلا ترافیک شلوغیش نه مثلا خیابونا، خرابی خیابونا، مثلا اتوبان بودن نبودن، مثلا حتی اکثر سرعت مجاز مثلا خیابون، با توجه به اینها یک مسیر پیشنهاد میده. البته خب این کار نشانه بیشتر شاید ای پی آی میگیره از نشان یا بلد. ولی خب همین واقعا اون آدم الگوریتمیه سوالش دغدغه‌اش اینه که من چجوری این مسیر رو بگیره هندل کنم، چجوری به کار یا که از اینجا به اینجا. مثلا حتی یه سری مثلا فرض کن که خب بهش گفتم از اینجا برو اینجا، حالا مثلا طرف وسط راهه یهو اینجا ترافیک میشه، چجوری اینو آپدیت کنم که عوض بشه مسیرشو، عوض کنم مسیرشو. یه الگوریتم چیکار میشه گفت یا مثلا اما دوباره داده‌های بورسی. آقا خب من یک سری داده دارم از قبل، الان خب میخوام یه روشی بگم به مثلا چه ماینرم که بهتر ماین کنه، مثلا چیکار کنم با چه الگوریتمی مثلا بهتر کم هزینه تر، یعنی برق کمتر مصرف کنه، ماین بیشتری کنه. یه روش مهمه مثلا الگوریتم باید بدم. یا مثلا چی، مثلا دیتابیس، مثلا تو یک 80 میلیون داده داری، تو که بخوای تک تک اینا رو مثلا چیز کنی سخته دیگه. واسه این داده ها رو احتمالاً با یک فرمت دیگه ذخیره می‌کنی و اونجا مثلا این سری الگوریتم می‌زنی که داده ها زودتر قابل دسترسی بشن، زودتر قابل هندل میشن. مثلا تو حتی تو شبکه شما فرض کنید که یه نقطه اینور دنیا هست، نقطه اونور دنیا، اینا می‌خوام با هم ارتباط برقرار کنم. بعد الان مثلا میلیون ها میلیارد ها مثلا نود در جهان وجود داره، چندین تا اسپید وجود داره که بعد این درخواست تو این پکت تو بین اینا هندل شه، رود شه، برسه به مقصد. خب آقا این مسیره که رود میشه چجوری باید بشه؟ خب خیلی جالبه الگوریتم توی فضا هم هست. بعد کلا اینم بذارین یه چیزی من بگم که یادداشت کنم آخر کار بگم. خب پس سخت افزار رو گفتیم، شاید مثلا هوش مصنوعی گفتیم، الگوریتم گفتیم، نرم افزاری که اولش گفتیم، حتی بازم این دیجیکالا رو میشه مثلا یهشو گفتیم، شبکه رو گفتیم. یکم حسمو گفتم، شاید همه رو نگفتم مثلا همه رو نگفتم، یکم حسم از شغلاشو بهتون گفتم. حالا نرم افزاری که گرایش خود منم هست، حالا شغلاشو شاید بهتر ببینم. مثلا تو دیجیکالا الان خب دیجیکالا احتمالاً شما واردش میشید صرفا یه سایت میبینید، در حالی که اون پشت واقعا مثلا چندین تا سرور وجود داره، چندین مثلا دیتابیس وجود داره، ذخیره میکنن داده ها رو با هم مثلا از هم جدا هم. مثلا یه دیجیکالا داریم، یه دیجیکالا چون سرویساش چی فرق مثلا اسنپ بگم، مثلا اسنپ چون یه تاکسی داریم، یه اسنپ مثلا فود داریم، یه اسنپ حساب داریم، اهان داریم. بعد مثلا داداش ندارم قاطیشه با جدا باشن، هر کی بفهمید داره چی کار میکنه.
مثلا چه می‌دونم در لحظه شاید چندین هزار درخواست به اون سرور زده میشه، چجوری این سرور پایین نیاد وقتی درخواست روش زده میشه. خودم حالا پرانتز باز کنم، یه نوع حمله اینترنتی هست به نام دیداس، شنیده باشید، دیستریبیوتد دینایل آف سرویس. اینجوریه که تو بخوای یک مثلا سرویس رو تو اینترنت از کار بندازیش، میای با مثلا چون مثلا 1 میلیون کامپیوتر الکی ایجاد می‌کنی، بعد با 1 میلیون کامپیوتر الکی به این درخواست می‌زنی، بعد با 1 میلیون کامپیوتر به این درخواست می‌زنی، این سرش شلوغ میشه، از کار میفته. خب بهش میگن دیداس. بعد الان فرض کن پرانتز هست، حالا استاب میخواد مثلا 10,000 درخواست هندل کنه، حالا بیشتر کمتر نمیدونم چند تاست، در لحظه نوشته زده میشن چجوری باید داره هندل کنه که از کار نیفته. خود این مثلا مدار میشه مثلا نرم افزاری، یا مثلا کلا چون اون معماری اون پشت که من چجوری کامپوننتام بشینم که مثلا چه می‌دونم لود بالانس بشه مثلا بین این چند تا سرور دیگه که دارم. مثلا یوتیوب، واقعا شما یوتیوب رو ببینید عجیب مثلا لود روشه، مثلا واقعا فیلم، یعنی شما مثلا اسنپ باشه یه داده میره یه داده برمیگرده، ولی مثلا فیلم یوتیوب خیلی سنگین‌تره، فیلم جریان داده‌ای که میره. خب شما بخواید این لود رو هندل کنید مثلا واقعا خودش مصیبت دردسر. مثلا واقعا یوتیوب خیلی چیز خفنیه، با کارت اصلا نمیشه مقایسش کرد خیلی. بعد دیگه چی؟ یا مثلا کلا فرض کنید من دیجیکالا دارم، یه جایی سایت باگ داره، خب چیکار باید بکنیم باگ رفع بشه؟ مثلا من یک دیولپر میتون کد میزنه پوش میشه، تمام یعنی میفرسته کد اصلاح کنه تمام میشه میره، نه فرض کنید که اون دیولپر کد رو زد یه جایی عوض کرد، بعد اصلاح کرد کد سرور. خب الان اگه کدش این کدی که این عوض کرده باشه باگ داشته باشه چی، مشکل داشته باشه چی، اون موقع مثلا کد سایت میاد پایین، مثلا موقعیتی که از سایت باگ میشه الان کد سایت میاد پایین. خب میخوام بگم که پس به این راحتی نیست که اگه جای باگ داشت مثلا یه مشکل تو سایت بود تون کدش عوض کنیم بره. این مثلا خودش یه فرآیند داره، بعد مثلا تست بشه، بعد چه میگم مثلا اول کار تعریف بشه، مشکل دقیق مشخص بشه، بعد مثلا اونور یه تیم تستی باشه اینو تستش کنه، بعد مثلا ببینیم که مشکلات سخت افزاری ایجاد نکنه، مثلا بعد مثلا دیپلوی شه، بعد مثلا بریم سرور. یا مثلا چی، مثلا خواستم یک مثال بگم یادم رفت. یه پروژه‌ای داریم، خب یه سری آدمی روش کار میکنن، یه سری کد میزنن میرن. الان خب این پروژه موند، آدمای بعدی میان، آیا میتونن کدا رو بخونن، آیا میتونن این کد رو ادامه بدن، مینتین کنن؟ خب این بازم خودش یه چالشیه واقعا، یعنی واقعا کد تمیز زدن مثلا یه چالش مهمیه که شرکت‌ها مثلا رعایت نمی‌کنن. خب یا مثلا من مثلا چیکار بکنم که کدم مینتینبل تر بشه؟ مثلا چالش اصلی نرم افزار همین که آقا من چیکار کنم کدم پروژه‌ام قابل مینتیننس باشه، مثلا کدم مرده نباشه. مثال بخوام مثلا الان دانشگاه ما یک سایت داره، سایت آموزش. خب این کد این واقعا کد مرده‌ای، یعنی یه سایتیه یه سری کد زدن مثلا 10 سال پیش براش، بعد کسی جرئت نمی‌کنه به این نزدیک شه. خب مثلا یکم خب مثلا این سایت آموزش ما یک کدی داره از قبل و اینقدر کثیف زده شده انگار کسی جرئت نمی‌کنه این نزدیک شه عوضش کنه و دارن ازش استفاده می‌کنن. همین یعنی اونجاست و کسی جرئت نمی‌کنه بهش فیچر اضافه کنه، بهش مثلا اصلاحش کنه فلان کنه و همینجوری داره کار می‌کنه تا وقتی که یه جایی مثلا دیگه نشه ازش استفاده کرد، بعد اون موقع دیگه بعد خاکی به سرشون بریزن و یک شالا فکر کنن. یا مثلا به این کد میگن کد مرده، با اینکه داره کار میکنه ولی کدش مرده است، یعنی قابل مینتیننس و ادامه دادن نیست. بعد نرم افزار که من یعنی داروش منه میاد توش حرف میزنه بحث میکنه که من چجوری این کد رو این پروژه رو قابل ادامه دادن بسازم، من چجوری این کد رو مینتین بسازم. حالا یه مثال واقعی، یک مثال ملموس‌تر شد. الان حالا دیدی که مثلا وقتی تو تراکنش‌های بانکی مثلا پولت میگن که مثلا اشتباه میره و مثلا تراکنش موفق نیست، بعد پول از حساب کم میشه، بعد میگن که تا 72 ساعت برمیگرده. خب مثلا چرا میگن تا 72 ساعت برمیگرده؟ یعنی
مگه چون اتوماتیک نیست همه چی، یعنی نمیفهمه که فلان برنامه. خب آقا تو وقتی تراکنش موفق، یعنی ببین یه عملیات باید میشده نشده، خب این باید معلوم باشه که کجا رخ نداده، یعنی کامپیوتر معلومه همه چی نشده. ولی این که مثلا میگن بریم تا 2 ساعت بعد مشخص میشه، یکیش به من میگفت خیلی جالب بود، به خاطر اینه که این کلا مثلا دو تا کامپیوتر هست، مثلا یه سیستمیه این و یه سیستم اون. مثلا این میگه آقا پولو بگیر، این مثلا پولو نمیگیره، مثلا این پول این وسط تراکنش موفق نیست، مثلا بعد این پولو کم میکنه، این پولو کم نمیکنه، مثلا این پولو اضافه نمیکنه. بعد اینا هر کاری که میکنن یک مثلا جای ذخیره میکنن که آقا من این کارو کردم. بعد این که میاد 72 ساعت بعد مثلا چه مشخص میشه، به خاطر اینه که حالا بعد که مثلا این کارش نمی‌کردن اینها، اون لاگ یا مثلا یادداشت‌ها تراکنش‌هایی که یادداشت میشه اونها، اون تراکنش‌ها رو از سیستم میگیرن، یه آدم میاد اینا رو دستی که نه با سیستم فایلاشو میگیره مقایسه میکنه، میبینه کجا اینا تطابق ندارن. خب میخوام بگم که این واقعا این کار عبثیه که چرا یک آدم باید وقتی کد سیستم نرم افزاری اتوماتیک باشه فلان، چرا یک آدم مثلا باید اینو مثلا فایل‌ها رو مقایسه کنه که بگه خب کجا مثلا این تراکنش اینجا رخ داده اینجا رخ نداده، پس اینو میشه برگشت زد تراکنش. خب میگم که چالش نرم افزار، گرایش نرم افزار از مثل کامپیوتر این چیزاست که آقا من مهندس قرار اتوماسیون انجام بده، قرار اتوماتیک سازی کنه، همه چی خوب، همه چی فرآیندها مثلا تصمیم شده. خب الان مثلا این بانک مثلا مثالش که اتوماتیک نیست، الان سیستم بانکی ایران خیلی واقعا انگار کداش قدیمیه، خیلی مثلا اون هسته مرکزی چیزی از خارج آوردن کسی نمیتونه عوضش کنه، بعد مثلا چالش دارن تو چه میدونم دارن فیچر جدید، خیلی مثلا باگ هست فلان، مثلا اینا خب چالش نرم افزاری که حلش کنه. مثلا دیگه چی بگم، مثلا دیجیکالا شاید 10 سال دیگه همین بشه، آقا دیجیکالا فرض کن کد خوب نزنه، الان این سری آدم دارن مینتینش میکنن، 10 سال دیگه این کد بپاشه، کی میخواد درستش کنه. نمازم چالشایی که اتفاقا فکر کنم این اتفاق هم افتاد و اون 2-3 سال پیش اون بیس کدشون رو کلا کوفتن از زبر ساختن اومدن بالا فکر کنم. شنیده بودم چون میگفتن که مثلا کد اصلی دیجیکالا رو یک شرکت چنم هلندی آلمانی زده بود، بعد اونا رفته بودن، بعد الان خب یه سری ایرانی مونده بودن با این کد که نمی‌فهمیدم چیه، داکیومنت درستی نداشت، مستند داشت، نمی‌دونن چیکار میکنه، بعد سعی کردن دوباره این کد رو باز مهندسیش کنن، دوباره ضرر بزنن قابل ممکنه. آره خیلی هم کند بود دیجیکالا اگه یادت باشه تا همین 2 سال پیش اینا 2-3 سال من زیاد از دیجیکالا آره خیلی کند بود. آره کلا اینا که گفتم بیشتر نرم افزاری بود، خب چون رشته نرم افزاری، ولی واقعا هوش و اینها هم خیلی شغل داره براش، خیلی شغل داره براش. مثلا چه می‌دونم واقعا مثلا تحلیلگر پلاک، واقعا جریمه‌هایی که میشین مثلا پلاک ساعت زیاد میدی، واقعا خودش خیلی مسئله سختیه که چی که مثلا تو در ساعت 80 کیلومتر در ثانیه تو یه عکسی بگیری یه جوری که این پلاکو بفهمه، مثلا اگه تار بود چیکار کنی، مثلا چه می‌دونم. یا مثلا یه بار یکی داشت میگفت یه شرکتی بود که داده‌های پلاک ایران، یعنی دوربین‌های ایران که پلاک‌ها رو عکس برداری می‌کنه اینها، این دادا میرفت برای اون شرکته. حالا اینا بعد بگم خب بعد این شرکت مثلا بعد از این پلاک‌ها تحلیل می‌کرد که مثلا آدما کجان، می‌تونم امنیتی نمی‌دونم برای چیکار واسه برا همون جریمه اینا می‌خواستم پلیسی بود بیشتر تفسیر داد. بعد آره این داشت مثلا از چالشاش میگفت، چالشش مثلا این بود که آقا من شرکت که مثلا این داده ها رو میگیرم، این دیتا رو میگیرم، خب باید حالا با هوش مصنوعی پردازش کنم که این پلاک شماره‌اش چنده فلان، بعد مثلا تحلیل کنم که این کجا رفته، مثلا چقدر بنزین تی شده، چقدر بنزین مثلا چی مثلا رفتار آدم چیه. بعد مثلا داشت میگفت آقا من این داده رو که میگیرم یهو مثلا یه پلاک مثلا در ساعت مثلا 1 ظهر مثلا در شمال کشوره، بعد مثلا در ساعت مثلا 2 ظهر در جنوب کشوره، خب همچین چیزی دریافت کنم از داده ها. بعد خب احتمالاً باید اون هوش مصنوعی که اون مدلی که طراحی می‌کنیم، اون نرم افزاری که طراحی می‌کنیم، اون آدم هوش مصنوعی طراحی می‌کنه، حالا هوش مصنوعی ولد طراحی می‌کنه، باید بفهمی که آره احتمالاً خب وقتی همچین چیزی مشاهده میشه این غیر منطقیه دیگه، یعنی ماشین نمی‌تونه در 3 ساعت از شمال به جنوب کشور، و خب اینجوری باید مدلش رو بهتر کنه، یعنی اکورسی و دقت مدلش رو بیشتر کنه، مثلا روی
فیچرهای بهتری مدلش رو ترین کنه، حالا اصطلاحات هوش مصنوعی اینطوری. و خب اینا همش باز همون چالشایی که در اون شغل هوش مصنوعی وجود داره. یا مثلا میخوام بازم مثال بزنم، مثلا دوباره اینستاگرام، آقا خب تو یک پستی رو لایک کردی، با این مثلا تو یک آدمی فالو کردی، بعد یه سری آدم بهت پیشنهاد میده که اینا رو هم فالو کنی، احتمالاً اینا مثلا دوست دارن. خب این چجوری اینا رو میفهمه؟ احتمالاً خب یه گراف پشت تشکیل میده که آقا خب این آدم اینو رو فالو کرده، اینم اینا رو فالو کرده، و مثلا اینم اختیار فالو کرده، اینا رو فالو کرده، بس این اینا رو میشناسه احتمالاً. خب این چیزایی هم جوری بر خودش استدلال میکنه اون پشت، و بازم اینا هوش مصنوعی میشه. یا مثلا همون که بهت پستی رو کامنت میکنه، یا مثلا تو هم دیجیکالا تو کالایی میخری، بعد مثلا میری توی سایت دیگه ای، مثلا توی کالا تو دیجیکالا میخری، میری مثلا توی سایت خبری، بعد توی سایت خبری تبلیغ هست دیگه، مثلا یک تانه تو اینا تبلیغ میذارن برات. یک تانه هم یک شرکت چیه تبلیغات اینترنتی هست. یک تانه از طاووس هست، چیز مختلف، پدیکار. بعد یه سری تبلیغ هست سایت ها. بعد تو توی دیجیکالا وقتی مثلا پلی استیشن دیدی، بعد میاد توی این سایت خبریه تبلیغ پلی استیشن بعد نشون داده میشه. خب میخوام بگم که این سایت داراشون هم پشت هم میفروشن، خیلی جالبه اینا. و مثلا کلا این تحلیل میشه که حالا مثلا این کاربر که الان اومد اینجا این نسل دید، مثلا حاجی آره من دیجیکالا فهمیدم که اینا رو میخوام، پس آقای یکتانه تو مثلا به این چیزا رو نشون بده احتمالاً که همین چیزا رو پشت میکنم با هم. خب اینا همش هوش مصنوعی توشه، یعنی واقعا آدم که نشسته اون پشت رو تحلیل کنه، هوش مصنوعی کامپیوتر و این مثلا کار هوش مصنوعی. و یه چی بگم همینا دیگه، خیلی آره خیلی عالی و کامل. حالا تو دوره نفس میگیری به اینم اشاره کنیم که اصلا فضا و محیط کاری توی این شرکت‌های تک چجوریه. ببین شما مثلا کارمند بانک یا اداره‌های مختلف دولتی یا حتی حسابدارای معمولی تو شرکت‌های خصوصی احتمالاً صبح میشن میرن سر کار، پشت میزی میشینن کارشون رو میکنن، خیلی اینتراکشنی احتمالاً ندارن با بقیه، حالا به جز ارباب رجوع، و کارشون تمام میشه. ولی تو تیمای حالا تک و مثلا شرکت‌های جدید، نه حالا اون شرکت‌های نرم افزاری قدیمی فشل مثلا همین مثلا سیستم بانکی که علیرضا گفت، شما تو قالب یه تیم که مثلا فرض کنید یه تیم 10 نفره است داره روی فیچری از مثلا اسنفود کار میکنه، مثلا 4 تا مهندس نرم افزار داره، یه دونه مثلا فرانت اند دیولپر داره، 2 تا تحلیلگر داده داره، مثلا یه دونه متخصص هوش مصنوعی داره، یه دونه مثلا آدم مارکتینگی داره، یه دونه پروداکت منیجر داره، و شما شاید اصلا 20% 30% وقت به جلسه و نمیدونم اینتراکشن با این آدما بگذره، بشینید با هم دیگه کد بزنید، فیدبک بدید به هم، و عموما محیط‌های شادابتری وجود داره. خود فضای این شرکت‌ها مفرح‌تره. به عنوان مثال چون یه پلی استیشن هست، 4 تا خوراکی هست. حالا شاید اینا خیلی مسخره به نظر میاد توی ویدیو میگم، ولی خب بچهای دانش آموز شاید بدونن این فضا چه جوریه، تو انتخابشون تاثیر داشته باشه. حالا اینا میگم خیلی چیزای مسخره ایه، ولی نه حالا اینا مهمه. یعنی کلا یه چیزی وجود داره شاید فرهنگ سازمانی و اینا، حالا من زیاد نمیدونم. خب مثلا بعضی از شرکت‌ها آقا چرا مثلا بعضی شرکت‌ها دولتی هستن، خیلی سیستم استریکت دقیق 8 بیا مثلا چند برو 4 برو فلان. مثلا بعضی شرکت‌ها نه، مثلا میگن آقا دورکاری هم اوکیه، حالا با هماهنگی ما مثلا چون 2 ساعت دیگه بیاد 2 ساعت بیشتر بمونیم اوکیه، یا مثلا چون ساعت کاری دست خودت هر چقدر مثلا کار کنی در واقع هم حقوق میگیری. خب میگم که خب کلا هر چی میاد رو به جدیدتر، حالا شاید استارتاپی‌تر و شاید شرکت‌های نوتر، اون فضای چابک‌تر اینا بیشتر توشه، یعنی سیستم‌ها کمتر سختن و اینا. و اینم هم خوبی داره هم بدی، یعنی مثلا واقعا بعضی از کارهایی که قدیما می‌کردن خوب، یعنی چیز خوبی بوده واقعا، مثلا در اون زمان ها مثلا واقعا الان چون شاید به یک کارمندی اجازه چون دور کاری بدی اون پشت مثلا دبه کنه کار نکنه، خب یعنی که خوبی و بدیشو باید با هم سنجید. خب الان مثلا خب شرکت‌های هنوز شرکت‌های دولتی اینها احتمالاً خب کمتر چابکن، کمتر چیزا کلا. اینم میگم من خیلی کم تو صنعت، یعنی میگم خیلی شاید کم سر کار رفتم، باش مثلا چون میگم یک تجربه استارتاپی داشتم و یک مثلا یه سال مثلا توی شرکتی کار کردم و اینها،
ولی کلا میخوام بگم که کامپیوتر و یعنی من الان نه آدمی هم که ریسرچر بوده این نکته یعنی الان مثلا تو الان گفتی سمت دانشگاه ریسرچ شدی، نه الان هنوز اصلا ریسرچ شده دانش آموزا نفهمیدن چیه. یعنی مثلا من نه آدم ریسرچی ام نه آدم صنعتی ام، یک آدمی ام که فعلا وسط بوده تا ببینه چی میخواد، بره ارشد بخونه ببینه چی میخواد. خب میخوام بگم که فکر نکنین که مثلا الان دانش آموزا احتمالاً یک جنبه دیگه از کامپیوتر ندیدن که اون آدمیه که ریسرچ میکنه، آدمیه که مقاله میخونه، تحقیق میکنه، مقاله میده و اون رو ندیدن. و احتمالاً سینا گفتی اسم اون کسی؟ آره احتمالاً سینا آدم ریسرچر بوده، نه من. این من نه که ریسرچر، سینا صنعتی ریسرچر نیست، احتمالاً یکی دیگه هم باید باشه که ریسرچ تور کرده باشه و اینها. آره. و حتی بازم این ستاره ببینید بازم مثلا یک جنبه ناشناخته است. یعنی مثلا ما الان آدم داریم که مثلا کارشناسی کامپیوتر خونده، ارشد رفته اقتصاد، ارشد رفته مدیریت، ارشد رفته چه می‌دونم مثلا آموزش، رشته انسانی رفته. خب می‌خوام که این آدمام جالبم ببینید اصلا طرف چه می‌دونم رفته ادامه تحصیل نکرده درسشو، حالا اینا رو هم ببینید خوبه. اینجا نه احتمالاً در بیرون مثلا میاد دانشگاه اینا رندوم آدم‌ها رو بگیره درشون رو بگیره با هم حرف بزنه. اینا رو هم مهمه که ببینید، ولی خب ما را دادید ما دو تا. آره نکته خوبی بود. آره منم بیشتر منظورم همین بود که در مورد چارت درس اینا خیلی بیشتر حرف زدیم، اونجا اصلا صحبت نکرده بودیم. خیلی دمت گرم، نکته خوبیه. من سعی می‌کنم با یکی که حالا احتمالاً پی اچ دی می‌خونه، کار ریسرچ هم می‌کنه صحبت کنم. سوال آخر این که اگه با اطلاعات و دانش الان برگردی و عقب، آیا دوباره میای کامپیوتر میخونی، دوباره میای شریف؟ هرچند جوابشو فکر کنم بدونم ولی نمیدونم چون این جوابم آره است، ولی خب میخوام بگم که احتمالاً مثلا شاید صنایع به صنایع هم فکر می‌کردم، رشته صنایع و اینها. این واقعا الان یکم می‌بینم جالبه، صنایع رشته فاز فرآیند و مدیریت رو داره، حالا اونجوری که حس کردم. خب اونم بهش فکر می‌کردم که آره من احتمالاً آدم این نرم افزار یه سری جنبه‌های فرآیندی و مدیریتی اینام داره. بعد خب من آدم نرم افزاری شد، آدم صنایعی هم جالب بود برام، درس داشتم مشترک بود که مخارج صنایع و اون برام جالب بود این درس. و حس می‌کنم که شاید اگه برگشتم اولی کارشناسی مثلا شاید چند تا وارد صنایع هم پاس می‌کردم که ببینم چیه اون درس. ماینور چجوریه تو شریف؟ ماینور نمیدونم، ولی خب فکر می‌کنم اینجوریه که تا ترم 2 بعد مشخص کرده باشه که می‌خواید چیکار کنی، درخواستشو بدید به آموزش و اینجوریه که خودم این تو میتونی درس اضافه از در دانشگاه برداری، راحتی که درس برداری، ولی خب بعدش پولشو بدید. بعد ملت من ماینور میکنن که پول رو ندن. خب این تو مثلا میخوام 20 تا واحد بعد از یک رشته‌ای برداری تا ماینور بشه، یعنی 20 تا واحد رو یعنی همون 4 سال داری، 8 ترم داری، 4 سال و 140 واحد دانشگاه، 140 واحد کامپیوتر داری، یعنی 20 واحد هم روش برمی‌داری، 20 واحد هم پاس می‌کنی که پولشو ندی و به اون میگی ماینور. خب و اینم باید تا قبل از مثلا ترم 2 مشخص کرده باشه که من می‌خوام با چه رشته‌ای ماینور کنم. این مهمه. مثلا نمی‌تونیم مثلا ترم 5 رو بگم می‌خوام ماینور کنم. بعد حالا این ماینور یه مفهوم دیگه هم دو رشته‌ای. نکنین از این کارا، همون یه رشته رو بخونید. سخته. آره. مثلا یکی بود دو رشته برق و کامپیوتر، واقعا عجیبه آدم چرا دو رشته برق فرسوده شد. دو رشته اینجوری که فکر کنم که فکر کنم تا آخر ترم نمیدونم دقیقاً دانشگاه باید تا آخر ترم 4 یا ترم 2 حالا بعد درخواستشو بدی. فکر کنم بعد مثل اون ماینور یعنی تو رشته میکنه که پول واردتون ندی، بعد به جای 4 سال میشه 5 سال، یعنی به جای 8 ترم میشه 10 ترم واحدات ترمات که مجاز داشت درس بخونی و به جای 20 واحد میشه 60 واحد. این تو اگه 60 واحد از این رشته دیگه بخونی 140 واحد رشته خود جدا، 140 واحد رشته خود جدا، 60 واحد از رشته دیگه میخونیم و یه سال هم به سالهای مجاز تحصیل اضافه میشه. بعد اینجوری میشه دو رشته‌ای و 2 تا مدرک هم میدن احتمالاً. آره جالبه. آره اینم برای بچهای خیلی 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 علاقه‌مند. آره بابا یه دانشگاه آدم باشین، یعنی نخوای مثلا چه می‌دونم همه درس‌ها رو 20 بشین، اون اصلا اسرافه. ببین یه چیزی نموداری هست که میگم
مثلا تو میخوای مثلا تو میخوای 18 توی درس، مثلا باید 10 واحد تلاش کنی. تو میخوای تو همون درس 20 بشی، باید 20 واحد تلاش کنی. بعد آقا واقعا 10 واحد نمیارزه که دو نمره بیشتر بگیری. تو معدل 18 باشه، هم درستو میخونی، خب هم مثلا کار فوق برنامه‌تو میکنی، همه اینا سر جاشه. هم مثلا میتونی یه سرک رو بکشی، یه سرک داشته دیگه بکشی. به نظر من کلا یه زندگی اینقدر ابعاد وسیعی داره که ببین بدن به تاو توش. این تو خدا هم نشه یه تکباری نشه. ایوه آقا نکته پایانی داری بگی؟ نکته پایانی یه چیز خواستم اینو نوشته بودم بین رشته‌ای، یعنی کلا یه بار یکی میگفت که خب آقا من به چیزای مختلف علاقه‌مندم. دوست خواهدم شده بیچاره بچه‌ها کردن رو ببینن 2 سال داشتم من کیف میکنم. یه نکته‌ای بود که یه بار یکی میگفت آقا من خب به رشته‌های مختلف علاقه‌مندم، موقع انتخاب رشته چیکار کنم، کجا برم؟ بعد به این فکر کردم که تو مثلا بیا یه رشته مثلا کامپیوتر، مثلا یه کامپیوتر، اون موقع راه برای مثلا چه رشته برق بسته نمیشه، مثلا راه برای زیست بسته نمیشه، حتی خیلی جالبه. مثلا ما تو ارشد کامپیوتر رشته داریم بیوانفورماتیک، اصلا نگفتم بیوانفورماتیک اینجوریه که خب تو مثلا با ژن و چه میدونم سلول و دی ان ای در ارتباطی، بعد اینا تحلیل می‌کنی، مثلا هر دی ان ای سری داره توشه، هر دی ان ای سری داره فلان داره، بعد تحلیل کنی حساب کنی جهش ژنی فلان مهما. بعد خب واقعا کامپیوتر به معنی که من پردازم توش خوبه دیگه. خب این واقعا درسی که زیست توشه، تو واقعا اگه به زیست علاقه باشی میتونی از کامپیوتر با زیست شاخه بزنی، با هم یک گرایش مشترک بخواد جلو. یا مثلا چه می‌دونم مثلا درس مثلا گرایش چه می‌دونم مثلا همون نرم افزار، خب یکم مثلا با صنایع شاید مشترک داشته باشه. مثلا چه می‌دونم گرایش مثلا بلاک چین، انگار یه چیزی بین رشته برق میخواد بلاک چین، مثلا کامپیوتر بلاک چین داره، علوم کامپیوتر بلاک چین داره، مثلا چه سیستم عامل برق سیستم عامل کامپیوتر او اس داره. دیگه چی مثلا کلا که بین رشته حالا تو عمران مکانیک اینا هم هست، عمران و فیزیک و مکانیک اینا هم واقعا چیزای مشترک دارن. شنیدم یه بار میخوام بگم کلا این بین رشته‌ای ها اینم جذابه، یعنی نه ترسین از اینکه حالا میام یه جایی وادی از بقیه چیزا زده میشن. آیا وقتی بین رشته‌ای بخونی یا مثلا کارهای بین رشته‌ای بکنی که فضاش هم بازه، یعنی کلا حتی از کامپیوتر به مثلا فضای علوم انسانی، خب چون مثلا از مدیریت، از اقتصاد به کامپیوتر، از اقتصاد به مدیریت، اینا چیزایی که فضاش فراهمه و نگران این نباشین که شما میام و دیگه واقعا از علاقه میافتن. مثلا کلا به دانشگاه خیلی پخته‌تر میشین، بهتر میبینید و این فضا هم هست که نگران نباشین که آقا من اصلا بسته میشه که از این علاقه هم زده میشم. نخواستم بگم. نکته خوبی بود. ایوه دمت گرم، خیلی خسته نباشید. دوستان این ویدیو رو بفرستید برای کسایی که حس میکنید به دردشون میخوره، چنل هم سابسکرایب کنید. سعی میکنم نه فکر کنم نهایتا 4-5 ویدیو دیگه بذارم و دیگه این پلیلیست هم بسته بشه. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. سوالاتتون رو گفتم تو کامنت ها بپرسید یا تو حالا گروه چنل تلگرام. همین دیگه. عزیزم خیلی دمت گرم، واقعا لطف کردی. مرسی، زحمت اصلی ها شما ها میکشید. متشکرم. خداحافظ.